مسلمانان رو علیه هم میشورونه، مسلمانان رو به گروه گروه تقسیم میکند، مسلمانان رو به هم دشمن میکند. یعنی اینها برآمدن، اینها که سرشون شده برآمدن، نتیجه اون خیلی خونریزی ها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، ما به مقاله های این اشعری های زمانه، جوهلای جهمی ها، کسانی که اهل سنت را مجسمه میگویند و تکفیری میگویند و خوارج میگویند و بالاخره تکفیر میکنند، و ولی رافضه ها را برادر جانانه میگویند و استاد میگویند و رافضه ها را و مسلمان میگویند، طاغوت ها را شب و روز دفاع میکنند و برای اونها از هر جهت عذر میخوابند. اما موحدین را از علمای اهل سنت سر کرده تا ما طالب العلم همه را اینها مجسمه و کافر و خوارج و غیره میگویند. سبب چی است؟ برای آنکه اینها اشعری هستند و اینها مادر شر هستند. شما میدونید، من به شما مثال برم که شراب نوشیدن را میگن که مادر گناه، یا غضب را میگن که مادر بدی ها، و این چنین انا همین اشعری و ماتریدی مادر تمام گمراهی است. مادر تمام گمراهی، تمام عقیده های کلامی، عقیده های قبوری جهمیه که به وجود آمده به سبب همین اشاعره و ماتریدی، به سبب دفاع اینها و به سبب انا همین است. یگان طاغوت را نمیبینید مگر این که در گرد این طاغوت انا همین اشاعره ها طواف میکنند و ماتریدی ها طواف میکنند، و یگان اشعری ماتریدی رو نمیبینید مگر این که دفاع کننده از طریقه صوفی است، به مانند سیوطی و غیره دیگر واش. اینها اشعری ها و ماتریدی های تاجیک البته به دیوانگی، به حد دیوانگی رسیدند. سببش چی است؟ سببش چی است که اینها یک بار به حد دیوانگی رسیدند؟ سببش توحید است، دیگر هیچ چیز نیست، توحید است. عیناً همون آیت قرآن است که الله سبحانه و تعالی میگه و اذا ذکر الله وحده اشمئز و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. وقتی که به این چنین گمراه گشتگان و منافقین یک تا پرستی گفته می شود، توحید گفته می شود، دین خالص رساننده و منتشر کرده می شود، اینها قلبهایشان تنگ می شود، غضبشان می آید، و ولی از غیر دین صحبت کنی اینها خرسندانه و خوشحالانه به دیگر گپا دوکه ندارد. یعنی اینها هستند که به ما زبان درازی را شروع کردند و اینها هستند که از منتشر شدن توحید غضبناکند. البته که اینها طاغوت پرستند، طاغوت ها را مسلمان میگن، البته که عازری هستند، مشرک ها را مسلمان میگن، البته که خودشان به شرک واقع شدند از جانب طاغوت پرستی، و در دین اینها ملت ابراهیم کفر به طاغوت نیست، و در دین اینها توحید اسماء و صفات این وجود ندارد، و زیرا که توحید و اسماء و صفات در نزد اینها قدر ندارد و توحید اسماء و صفات در نزد این اشعری ها انکار اسماء و صفات است. و بالاخره اینقدر به مرحله جهالت افتادند که اهل سنت و جماعت مذهب سلف صالح را از یک فرقه خوارج گمراه ضال و مضل که آشکار است و واضح است فرق کردن نمیتوان. اینها همون پیروان عقیده دوم ابوالحسن الاشعری. چرا عقیده دوم گفتیم؟ زیرا که ما در درس‌ها حلقه‌ها یک چند بار گفتیم که ابوالحسن الاشعری سه مرحله داشت. مرحله اول معتزله بود، توبه کرد، از معتزله توبه کرد و کلابیه شد، پیرو عبدالله ابن کلاب شد، البصری العراقی الجهمی، و بعد از این هم از کلابی هم توبه کرد و به اهل سنت و جماعت بازگشته، ولیکن بعضی از خطاگی است. لیکن بالاخره کتاب علیبان به این دلالت میکرد، کتاب مقالات به این دلالت میکرد، سه کتاب آخری ابوالحسن به این دلالت میکرد. اما اینها باشند در عقیده دوم ابوالحسن الاشعری هستند، عقیده
کلابی که جهمی است در زمان کلاب این وفات کننده 241 هجری علمای سلف صالح و به خصوص احمد بن حنبل این رو تکفیر کردند و ما این رو نوشتیم و به مقاله گذاشتیم. عقیده اینا همین است که الله سبحانه و تعالی در بالای آسمان نیست، الله سبحانه و تعالی دیده نمی شود، الله سبحانه و تعالی صفاتهایش تعبیل می شود. البته این از همون نجم تیوه یک قسمشون. قسم دیگری به مانند ادهم که رافضه ها را مسلمان میگه، طاغوت ها را مسلمان میگه، اهل سنت خوارج میگه، برای او این اهل سنت عقیده اسماء و صفات برایش مهم نیست، برای او مهم نیست و خودش هم یک جاهله بیش نیست، این جاهل است. بالاخره صحبت هایی که اینها در آخر کرده است البته که بنده گوش نکردم، لیکن برادرایی که گوش کردند و دقیقاً نوشته گرفته ایستادند و هر یک موضوع در یک صحبت یک ساعته ده ها مخالفت به منهج سلف صالح. ما بخندیم یا بگیریم؟ برادرها چی میگن؟ خنده کنیم؟ اگر خنده کنیم که این همین مردم خود ما هستند، اینها همین طالب علم خود تاجیک است. اگر ما خنده کنیم به خودمون خنده میکنیم، ما گریه میکنیم به این که چقدر جهالت زدن، چقدر گمراهند و چقدر فریب خوردند، بندگی الله را ترک کردند، بندگان قرضاوی شدند. قرضاوی که اگر یک کفر داشته باشد تو میلش، اینا میگه بعضی ها نفهمیدند، علما قسمشون فهمیدند، قسم از علما نفهمیدند، میگه شاید اینها نفهمید، میگه ده ها کفر دارد. قرضاوی که ده ها کفر دارد، اینا دینشون هم قرضاوی است. الولاشون به خاطر قرضاوی، البراءشون به خاطر قرضاوی. قرضاوی که میگه ما شریعت نمیخوایم، میگه ما حکم دموکراسی میخوایم، میگه قرضاوی که میگوید ما به خاطر این حکم دموکراسی می جنگیم و کشته میشویم و شهید میشویم. قرضاوی زندیقی که میگوید حکم رجم در قرآن و سنت میگه این بودنش ناممکن است، این یهودی است، این یک ظلم و ستم و قساوت و سخت دلی است، میگه یعنی این ناممکن است که میگه از شریعت اسلام باشد، برو که میگه این ظلم است، این قسوت است، این بدبختی، این یک ضلالت است. میگه همون قرضاویه که الله سبحانه و تعالی در باب اسماء و صفاتش مشرک است. اینا بندگان قرضاوی در نزد اینها سلف صالح وجود ندارد. همین ها که پیروان همون الفخر الرازی البکری دیگر از جهمی ها که عثمان ابن سعید دارمی را مشرک گفتند، ابن خزیمه را مشرک گفتند، مجسمه گفتند، علمای سلف صالح را این خوبسا مشرک میگن، اهل سنت تکفیر میکنند. همین خوبسا هستند که میگویند هر کسی که الله را در بالای آسمان گوید بت پرست. هر کسی که الله را در بالای آسمان گوید، هر کسی که الله را در بالای آسمان گوید، اشاعره میگن که این بت پرست است، این مجسمه است، این کافر است. کی تکفیری است؟ من به شما سوال میکنم، مردمی که عقل دارید، مردمی مسلمانی که تاجیکستان مردم حقجو حقخواه هستید، الله در بالا بودنش الله در قرآن میگه، پیامبر در سنت گفتند، علمای سلف صالح این به اجماع کردند، از صحابه تا تابعین و تبع تابعین و غیره. اشعری ها میگوید که بمانند کوثری که در خودش فقه حنفی میگه، لیکن همین علمای متأخرین است، عقیده ماتوریدی اشعری داره. بمانند بکر الرازی که عبدالله چه عاقل زاده خبیث در درس‌های اسماء و صفاتش اینا چی گفته است؟ شیخ الاسلام علامه امام نگفته است. اینا میگوید که عثمان ابن سعید دارمی مشرک است، میگه و انت آشکار مشرک است، میگه و میگوید که این چنین ابن خزیمه مشرک میگه. سببش این است که اینها الله را در بالای عرش گفتن بت پرستن، میگه و در کتاب‌های اشعری ها آمدگی است که هر کسی که الله در بالای عرش گوید، اگر همین چیز سخنش معناش فهمیده، همین آدم حکمش چی است؟ میگه که این کافر است، نکاحش نکاح نیست، زیرا که این بت پرست است. انا که به من بگید که تکفیر کی است برادر عزیز؟ تکفیر اشعری است، ماتوریدی است یا اهل سنت است؟ تکفیری که تکفیرش ناحق است، تکفیرش باطل است، تکفیری که پیامبر صلی الله علیه و سلم، صحابگان، تابعین، تبع تابعین تکفیر میکرد، این نمین اشاعره، انا من ماتوریدیه، انا من عاقلچه خبیث
معذرت خواهی میکنم، عبدالله چه که فرزند عاقل عبدالله چه ابن عاقل یا که عبدالله چه عاقل زاده، این خبیث در درساش نمی گپای میگه. اینو هستن که اهل سنت و الجماعت تکفیر میکنن. اینا هستن که خستندو سنگ زدن رو به سر ما شروع کردن، اما ندانستند که این سنگشون که یک دانه زدند 10 دانه به سر خودشون میریزد. ما میگیم الحمدلله الحمدلله. باور کنید این یک رحمت الله هست که الله سبحانه و تعالی چهره های اینها رو آشکار کرد. ما میگیم که الحمدلله الذي هتك ستر هذا الجهمي المتشيع الكذاب. الحمدلله، الله را حمد و شکر و ثنا و ستایش که این پرده هایی که در چهره سیاه این خوبسا گذاشته شده بود و مردم را فریب میکردند، الله این پرده ها را از چهرهشان گرفت و جهمی متشیعی کذابی اشاعره ماتریدی بودن اینها را، دشمن اهل سنت و الجماعت بودن اینها را، خوارج بودن اینها را، تکفیری بودن اینها را و بیزاری داشتن اینها از اهل سنت را و برادران رافضه بودن این خوبسا را الله را آشکار کرد. قسم به الله، اهل توحید هر باره که یک جماعت را الله آشکار میکند که این جماعت منافق است، این مردم منافق است، این دعوتگر یا طالب علم که تا امروز احترام داشت مردم اینا نمیشناخت، فکر خوب میکرد، وقتی که آشکار میشد که این یک خبیث است، این یک برویش مسکه کشیده نقاب کشیده بود است، الله نقاب او را از صورتش میگیرد و چهره واقعی ای را به شما نشان میدهد، شما بگید که الله اکبر الله اکبر، زیرا که شما به یک درجه خوب آمده اید که الله به شما این چهره های سیاه را نشان میده. الله به مردم ارزنده، به مسلمان مؤمن ارزنده چهره های این خوبسا را نشان میده. به ارزنده، شما ارزنده بوده اید، شما ای موحدین به همین درجه بزرگ ارزیده اید، رسیده اید که الله سبحانه و تعالی خودش چهره های اینها را آشکار کرده است. نه من، نه دیگر طالبین، اینا خودش به زبان خودش آشکار واضح برآمده عقیده کفرش گفته است. این رحمت الله است. برای همین است که علما میگفتند الحمدلله الذی هتک ستر هذا الجهمی المتشیع الكذاب. وقتی که این منافقین چهرهشون باز میشد الحمدلله میگفتند. به مانند احمد ابن حنبل که وقتی که عبدالله ابن کلاب و شاگردش حریسی و یک چند نفر اینها که پنهانانه کار میبرد دعا میکردند که الله ما اینها را میشناسیم، چهره این خوبسا را میدانیم، اما مسلمان های عادی نمیدانند، الله چهره اینها را باز کن، به مردم نشان بده. ببینید اینها را چقدر الله آشکار کرد. و بالاخره من گفتنی هستم که وقتی من به پایان رسید، قریبا باز نزدیک عجایب ها را خواهد دید، حقیقت ها را خواهد دید. ما عمومی گفته و ارلش و آمیخته و این خیل بی ترتیبانه و بی منهجانه و احمقانه و جاهلانه و طعنه کنانه صحبت نمیکنیم. ما هر یک مسئله که آنها گفتند میگذاریم و در هر یک مسئله در اساس قرآن و سنت با فهم سلف این امت و اینچنین با فهم علمای اهل سنت معاصر گپ میزنیم. شخصا من و این مشایخ که اینجا هستند، ما یگان چیزی نوی را به شما نمی بیاریم، ما به شما یگان از خودمون چیزی را هم نمیگیم. همین دینی که 1000 سال پیش به پیامبر نازل شده بود همین دین را به شما میگیم. ما در آخر میگوییم که مرد باشد اینها بیاید در اساس قرآن و سنت با فهم سلف این امت در بالای دین الله صحبت کند که دینی که ما میگوییم همین دین الله هست یا دینی که اونها ساختند و بافتند و اشاعره و ماتریدی رافضی یا دین اونها است. حق کدامش است؟ الحمدلله ما همراه اجماع سلف است و در نزد ما کتاب ها است. در همه مسئله ما الحمدلله مذهبمان روشن و انیق است و الله میگیم که ما را ثابت قدم نگه بدارد و ان شاء الله از همین شب شروع کرده
دو روز پس هر روز ردها رو میبریم. ما تا امروز 5 رد زدیم. رد ششمی ما در بالای قرضاوی میرود، زیرا که اینها یکی از سخنهای اینها که در همین رد آخری نشون به ما گفتند که تکفیری ها مسلمان ها را یعنی تکفیر میکنند. امروز یک هیئت، یک جماعت برآمده است که مسلمان ها را تکفیر میکنند. یکی از آنها کی است؟ صدای من را گذاشتند که من اشعری ها و ماتریدی ها و قرضاوی را گفته است. یعنی در نزد اینا اشعری، ماتریدی، قرضاوی مسلمان بوده است. من رد آینده هم درباره قرضاوی است که قرضاوی حکمش از نظر شریعت چی است و انیق دقیق کفراش رو به شما میگذاریم و بعد از این سخن من به دیگر مسائل میگذارد و به خصوص اشعری و ماتریدی و بیان میکنیم که مذهبی کی حق است. و فراموش نکنید که حق را پیامبر گفتن که همیشه روشن است، همیشه واضح است و شما شنوندگان خود عقل دارید، خود خرد دارید و خود حق خواه هستید و شما هم از دوزخ رفتن میترسید و جنت رفتن را میخواهید و رضایت الله را همه شما هم دوست دارید. پس خود شما خوب به دقت سخن این عمومیات پراکنده بی علمانه جاهلان را گوش بکنید و سخنهای ما را گوش بکنید که کی در اساس قال الله و قال الرسول و قال الصحابه و با در اساس علم صحبت میکنند. علمای اشعری از این متأخرینش تا متقدمینش حالت ها باید بیان کرده شد و به خصوص متأخرینش که از آخرین ترینش این قرضاوی بود و مانند این زنادقه باید به مردم بیان کرده شود، زیرا که کسانی که طالب علم هایی که رفتند و خواندند و اشعری هستند و ماتریدی هستند، آنها به دین الله خیانت کرده به جای اینکه بیایند و قرآن و سنت و فهم سلف این امت را به مردم تعلیم بدهند، این خبثا رفته تعلیم گرفته آمده سبحان الله به جای رسول الله صلی الله علیه و سلم قرضاوی را ماندند. حق و باطل را در اساس سخن قرضاوی زندیق میفهمند. حق و باطل را نه در اساس سخن سلف صالح، در اساس قرضاوی زندیق. به خاطر قرضاوی زندیق هر کسی که به او رد زد، او را کفرش بیان کرد، او را خوارج و زندیق میگن، در حالتی که صدها علمای اهل سنت و جماعت کفر این زندیق بیان کرده هستند. کفر شاگردای این زندیق که جهمی های حالیک هستند بیان کرده هستند. ببینید برادران و خواهران عزیزم اهل توحید، این اشعری های متأخر قبوری هستند. قبوری یا از جانب قبر پرستی قبر میپرستند راست، یا از جانب طاغوت پرستی. اگر قبر پرستی نکند آشکار واضح طاغوت پرستی میکنه، به خاطر دفاع طاغوت می جنگد و ما این را به شما اثبات میکنیم. ما از هوا صحبت نکردیم، از هوای نفس خودمون هم صحبت نکردیم، به یگان تعصب نفسی و جهالت صحبت نکردیم. این چیزی که علما ثابت است، منهجا ثابت است و هر کسی که اندک بصیرت دارد، اندک خرد دارد، خرد است، این مسائل رو میفهمد که قرضاوی کی است. پس اهل توحید، برادران و خواهران مسلمانم، اعرف الحق تعرف اهله. خیلی که علی رضی الله عنه فرمود حق را بشناس، اهل حق را میشناسی. امروز مشکلی مردم که در بین در حالت حیرت زده قرار دارند این است که حق تا به حال چنانه که باید فهمند و شناسند بود نفهمیدن و نشناختن. مسئله واضح است. اعرف الحق تعرف اهله، یعنی حق را بشناس اهلش را میشناسی. قاعده سلفی، یعنی سلف صالح این قاعده را گذاشت. وقتی که مردم حق را نمیشناسند اهل حق را هم جدا کردن نمیتوان. انا همین
جهمیچه چوجه های زمانه، جهمیچه هایی که در رو بروی مذهب اهل سنت و جماعت قادر نیستند که یک مسئله را علمی بیان کنند. این شرمنده ها چرا علمای باطل را به علمای حق آمیخته میکنند؟ سبب در چیست؟ برای آنکه حق خودشون نمیدانند. اگر حق اینها میدانستند علما را جدا میکردند. علمای حق و علمای باطل در نزد اینها یک علما هست. علما در نزد اینها همه علما حق است. میگوید که قرضاوی 100 مجلد کتاب نوشته، تو آمده اینا کافر میگویی؟ من یک سوال عادی میدیم برای این جهلا و برای طرفداران قرضاوی. علم قرضاوی بلند است یا علم شیطان؟ شیطان هم علم دارد یا ندارد؟ شیطان، ابلیس لعنه الله، علم دارد یا ندارد؟ علم شیطان از همه این علمای جهمی دیده زیادتر است. لیکن علم کافی نیست. وقتی که کفر کرد شیطان یقینا میداند که الله یک و یگانه است. شیطان در جنت بود، جنت به دو چشمش دید، میداند، اما عصیان کرد، کبر کرد. علم زیاد بودنش، کتاب زیاد بودنش این معیاری سنجش حق و باطل نیست. معیار سنجش حق و باطل قرآن و سنت است. اگر 100 مجلد نه 100,000 مجلد کتاب نوشته باشی ولی در اساس قرآن و سنت وقتی که تو را میبینند مخالف به قرآن و سنت و فهم سلفی این امت باشد، این آدم گمراه است. به درد نمیخورد. این کتاب ها فایدهش ندارد. سبب گمراه شدن این جماعتچه اشعریچه های دنبوریده، این دنبوریده چه ها برادرچه های رافضه اشان، مهربان ها بر رافضه، برادرگویندگان رافضه، دنبوریده ها، سببی عالم خواندن این گمراه ها دو چیز است. اولا حق تا به حال خودشان حق را نمیدانند. این دعوتگرها، این بنام خودشان علما میگن. یکیش میگد که ابراهیم قاشقما میگد که من 6 میگد یا 7 ساله بودم که پدرم به من به زبان عربی صحبت میکرد تا که زبان عربی که آموخته بودم فراموش نکنم. شما تصور کنید چقدر خودشون لاف میزنند، بزرگ میشمارند. اگر در 6 ساله 7 سالگی زبان عربی برای فراموش نشدن پدرش زبان عربی که دیگه حرف زند، این در درون مادرش بیچاره زبان الف ب ت س را لااقل همون قواعد نورانی یا قواعد بغدادی میگن، بعضشون معلم ثانی در تاجیک میگن، یعنی همون الف با تا سوی در درون مادرش باید این تمام کرده میبرامد تا که زبان عربی را 5 6 سالگی و 7 سالگیش با گپ زند بی طلاقه. یکی بالاخره خودخواه، خودساز، خودپرست. دعوت اینها همیش برای خودشون مشهور کردن خودخواهی است. بالاخره الله المستعان این بزرگانی که خودشون را بزرگ میشمارند اینها خودشون میدانند که تو به حال در حیرتند. در حیرت یعنی چی گفتن این گپ در حیرت؟ اینا حق یافتگی نیستند. تو با خودشون در نیمه راه دیوانه‌وار است. خودشون از همین سخنها و مقاله هایی که ابراهیم سید نوریدین قاشقمان، عبدالله چه عاقلزاده اشعری زندیق، ابراهیم چه زندیق و این ادهم جهمی برادرای رافضه میکنند، اینا من از سخنهای اینو میفهمم که از مقاله های اینو میفهمم که درجه اینها در مسئله علم شریعت به مانند صنف نال است. یک کودک دیدصد میبره چه خیلی علم دارد. اینو در نزد علم شریعت به مانند کودکای باغچرو، دیدصدرو، دیدسکی کودکچه ها هستند. اینا نمیفهمد چیزی عادی رو. ما وقتی که میگیم که کسی یک شرک اکبر کفر اکبر میکند کافر است، اینا وویلا میکنند نخود انسان به عراق نوشیدن، شراب نوشیدن کافر شد. اینو دیوانه است. تو به حال شرک اکبر کفر اکبر نمیفهم. ما میگیم که ها دیوانه. الله شفاعت بیدد. من شرک اکبر و کفر اکبر میگم، باز ما رو داد و فریاد کنان میگد که نخود آدم به شراب نوشی و گناه های کبیره گمراه شد.
ما میگیم که گناه کبیره نه، گپ درباره اکبر الکبائر، شرک اکبر، کفر اکبر. برادران و خواران عزیزم، کسی که خود را عالم و دعوتگر بگوید فرق بین کفر اکبر و گناه کبیره، شرک اکبر و گناه کبیره نرود، فرق بین توحید و شرک نرود، گناه کبیره را منهج اهل سنت در بالای گناه کبیره چی است و در بالای کفر اکبر شرک اکبر چی است نفهمد، همین انسان آیا دعوتگر گفته، طالب علم گفته می شود؟ وای بر حالی انا همون انسانی که خود را طالب علم میگوید و وای بر حال همون کسی که این به عقل را طالب علم گفته از عقب همین کورکورانه روان است، هم دینش و هم دنیاش را به سبب انا همین جاهلان می سوزاند. گپ در همین است. مقصد من چی است؟ این جماعت که اعتبارا جهمی ها، اشعری ها و بیغیرتان دیوس در عقیده، این جهمی ها در باب اسما و صفات، در باب کفر بالطاغوت ملت ابراهیم، این مسلمان خوانندگان مشرکین، دفاع کنندگان طواغیت، تا به حال خودشون حق نفهمیدن. اگر حق میفهمیدن در یک سخن یک ساعته 30 مرتبه 40 مرتبه موضوع را عوض نمیکرد. قریب که در هر یک 2 دقیقه موضوع دیگر است، قریب که در هر یک 1.5-2 دقیقه از این موضوع به دیگر موضوع میپرند. در یک موضوع گپ زده نمیتوان. مقاله اینو هم خیلی است. توجیکو یک عباره عجیب دارم، پا در هوا میگن. پا در هوا یعنی چی؟ یک سخنی که اولش، آخرش، بالای و پایینش، اساسش فهمیده نمیشه. پا در هوا، پیچیده و ارلش و آمیخته. اینها را خوب گفتگی است ابو عبیدالله متوکل. تیز پرک ها یعنی تیز پرک چی است؟ به مانند شپرک از این گل به گل، از این گل به گل میپرد، یعنی از این موضوع به این موضوع، از این موضوع به این موضوع پرواز میکند. اما منهج اهل سنت و الجماعت این خیلی نیست برادران و خواران است. منهج اهل سنت و الجماعت یک موضوع رو میگیریم، در این موضوع اجماع هست یا اختلاف است. یک بار میگیم که در این موضوع اجماع صحابه، تابعین، تبع تابعین است. مصدرش گجا، مصدر فلان کتاب فلان صفحه، عباره رو میخونیم، از پیش خود دروغ و افسانه وار گفته نمیرویم، عباره رو میخونیم، ترجمه میکنیم، هم علمای سلف و خلف رو میگیم و بعد از این دلیل قرآن سنت همش میاریم و حکم این کون کننده رو میگیم. اگر در این مسئله اختلاف باشد یک بار میگیم در این مسئله اختلاف است، فلان علما فلان، فلان علما فلان. یعنی این دین الله است، از خود ما هرگز گپ نمیزنیم. برای چی؟ برای که ما حق از باطل جدا کردیم و ما اهل حق و اهل باطل رو هم میشناسیم. وقتی که حق از باطل جدا کردید، باطل و حق در رو بروی چشم شما جدا هست، جدا مثل که شب و روز جدا هست. برادر عزیز اهل توحید، انمی شب است، تاریک است و روز روز است، بین همدیگر فرق دارد. مرد و زن چخیل از همدیگر فرق دارد، شب و روز چخیل از همدیگر فرق دارد، روشن واضح فرقش. انا همچنین حق و باطل در نزد ما فرقیتش، جدا بودنش از روز شب دیده باز فرقیتش واضحتر و انیقتر و دقیقتر و روشنتر است. والله اگر اعتقاد ما تا این درجه است که ما حق الحمدلله به فضل و کرم و منت الله که به ما به این فضل و کرمش را ارزانی داشته تو توفیق داده است، حق را میدانیم در اساس قرآن و سنت، فهم سلف. منی نیست، این چیزی بوده. و باطل را هم میدانیم به فضل و کرم الله سبحانه و تعالی. وقتی که حق و باطل را به ما الله توفیقمون نمود، نصیبمون کرد، بعد از این ما میبینیم که کی اهل حق است و کی اهل باطل است. در نزد ما اندک از حیرت زدگی، اندک از شبهه، اندک معیوسی، ناامیدی وجود ندارد. قلب ما پر از خرسندی، پر از یقینی، پر از علم در این باب است و حجت ما اینقدر زیاد است که ما قسم به الله مشایخ اینجا هست، حجت ما اینقدر زیاد است که در این مسائل ما حرکت میکنیم که چگونه مختصر کنیم و به برادر و خواهرای موحد ما رسانیم. و ما هیچ خیانت نکردیم به شما و مرحمت. هر موضوعی که ما صحبت میکنیم، اختلافایی که است، در همون موضوع 10 کتاب رو به شما
هم به فارسی باشد و پیش از عربی سخنهای علما را ارسال میکنیم و بعد از این ترجمه میکنیم و به شما پیشکش میکنیم. برای که این دین ساخته یگان نفر از انسانیت نیست. این دین بابای آچگی هم نیست. این دین الله است. این دین مصدرش قرآن و سنت است و همین قرآن و سنت فقط به فهم سلف صالح، صحابه، تابعین، تبع تابعین فهمیده میشد. بعد از این سخن هر کسی که موافق سلف است قبول است، مخالف است مردود است. اما بعد اینها که حق را فهمیده نتوانستند متحیر هستند و همچنین برادرانی که در پهلوی ما هستند، برادران و خواهران عزیزم، الله شما را حفظ بکند. کسانی که درس های ما را و درس های دیگر از طالب علمان اهل سنت را شما گوش میکنید و شما ببینید این کسانی که همیشه در گرد و اطراف همین 4-5 جهمیچه ها هستند، به شاگردان یا دوستداران یا طرفداران اونها نظر بگیرید. اصلا اونها شاگرد ندارن، طرفدار دارن. طرفدارهای اینها منفیتی است. آنها طرفدارهای این انمین اشعریچه ها همه‌اش در حالت حیرت است. همیش در حالت حیرت است. هم نمیدونید شما شک در حالت کامنت ها کم ببینید، در حالت صحبت هم در همه حالت، حتی صحبت خودی همین اشعریچه ها، نجم تیوی و غیره، اینا صحبتش خودش در اساس شک و شبهه است. همه مسئله را باز میکند، در حالت حیرت زده خودش هم گذشته میرد. یعنی خود دقیق یک مسئله رو حل نمیکرد. این چگونه دعوت و این چگونه علم است؟ جهالت است. شک است و شک خودش یکی از نواقض الاسلام است. شک خودش یک نواقض اسلام است، زیرا که شک این شکستی شرط دوم لا اله، شرط صحت دوم لا اله الا الله. شرط اول لا اله الا الله علم است، دوم یقین است. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ الذين آمنوا ولم يرتابوا. بله. و در جای دیگر میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این شمی معنی رو میده. این است که میگه الله به درستی که آنهایی که گفتن که رب من الله است و بعد از این استقامت کردن در اساس یقین است. و در جای دیگر الله میگه آنهای ایمان آوردند ولی شک و شبهه نکردند. ولم یرتابوا، در دینداریشان یقین دارند، شک ندارند. یقین. اکنون شما نظر بکنید یقین در کجاست؟ قسم به الله همه اهل بدعت شک و شبهه به گرفتار است. شما خوارج هم دیدید دینش در اساس شک است. تمام نمودها و قسمهای جهمی را دیدید که دین اینا در اساس شک است. یعنی همیشه در حالت حیرت زدگی قرار دارد. اما یگانه دینی که در اون شک نیست این دین اسلام به فهم صحیح و درستی که پیامبر به ما تعلیم دادند و منهج سلف صالح اهل سنتی و الجماعه، قرآن و سنت به فهم سلف الامه. هر یک مسئله که از اصول دین است بسم الله صحبت کنید، ما به شما چگونه بیان میکنیم. هم اهل سنت رو دلیل ها رو مختصر و در این مسئله که ها مثلا چگونه هستند آشکار، انیق، دقیق، بدون پنهان کردن و بازی کردن. و این دین یگان توچکه تجارتی نیست که ما بازی کنیم. آمیخته کردن حق و باطل به همدیگر، حیرت زده کردن مردم، این یک علامت نفاق و این صفت یهودی ها بود. الله خیلی بد میبیند آمیخته کردن حق و باطل رو. برای همین الله سبحانه و تعالی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در مکه مکرمه بودند و پیامبر در مکه مکرمه بودند و الله امر کرد، پیامبر رو چی گفت؟ فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. فاصدع یعنی حق آشکار و واضح بگو. یعنی فاصدع بما تؤمر یعنی معنیش این است که حق آشکار بگو و باطل آشکار رد کن. انا مین از فاصدع یعنی فقط حق گو نه، حق آشکار گو، باطل آشکار رد زن که باطل بگو. تا زمانی که حق و باطل نگوید شما حالی نرسیدید به همون نقطه‌ای که باید برسید، به همون دینداریی که باید رسید. حق بگید، باطل بودنش ندانید. این چگونه این دینداری است؟ مثلا یک نفر یک تو پرستی حق میگه اما شرکی که به الله کرده میشد باطل بودنش نمیداند، از این مراد که این حالی حق بودن یک تو پرستی نفهمه، این مشرک میشه. اینا به مانند همین حیرت زده است.
الله در بالای عرش بودنش حق است و در همه جا گفتن الله به این معنا که بذاتش از در بالای عرش نیست و در بالای عرش بودن رو انکار کردن به کلمه لامکان و غیره گفتن، این شک است و این کفر است. ببینید این کفر است و ما در دینمون شک نداریم و میگیم که یقینا الله در بالای آسمان است و هر کسی که الله از بالای آسمان بودنش از بالای عرش بودنش انکار کرد کفر است یقینا. اما همین اشریچه ها رو ببینید، اینا الله به یک قسمی مردم در بالای عرش است میگد، به قسمی مردم هیچ گپ نه در همه جا است میگد. یعنی اینا میخوان به همه بازی کنن، بازی. اینا دین رو بازی گرفتن، لتره گرفتن. خوب است، دین در نزد اینا لتره شد. اگر یک کس دیدن که از او بوی سلفی میآید، اهل سنت میاد میگن الله در بالای عرش است، اما در دوامش پستر کرده میگن که غرون غرون میکنن. باور کنید غرون غرون میکنن. یعنی چی؟ یعنی غرون غرون کرده در دوامش خوب است با خیانتکارانه میگن که همه جا بگویم هیچ گپ نمیگه. حج جهمیه بینن میگه که الله همه جا به، لیکن هر شب بگویم هیچ گپ نه. اینا به همین خودشون گفتن که ما اهل وسط هستیم میگن اینا. یعنی وسط چی بودن اینا؟ الله بالا بگویی هم هیچ گپ نه، همه جا بگویی هم هیچ گپ نه. این انمین دین شک، انمین دین شیطان، انمین دین شوبه است. این انمین آمیخته کردن حق باطل است که الله گفت لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. آمیخته نکنید ولا تلبسوا الحق بالباطل، تلبیس حق بالباطل، تلبیس نکنید حق باطل، یعنی آمیخته نکنید حق باطل و مردم گمراه کرده شکشون اندازید. برای آنکه آمیخته کردن حق باطل به دیگر، قسم به الله بزرگترین خیانت، بزرگترین گمراهی به مردم را به گمراهی بردن آمیخته کردن حق باطل. بسیاری مردم فهمیده نمیتوانند حق را به سبب اینکه علماء و سو انمین تواغیت، انمین دجال ها حق باطل آمیخته کرده است. الله در بالا گویم هیچ گپ نه، همه جا گویم هیچ گپ نه. یک آدم عادی این سخن جهمی ها را شنود چی میگوید؟ حیران میماند. حقیقت چی است میگه؟ در بالا است یا در همه جا است؟ بالاخره نتیجه میشد که در همه جا. با همون عقیده جهمی به وجود میاد. آمیخته کردن حق باطل حرام است و این صفت یهود است. و همین آمیخته کردن حق باطل و این خیانتکاری و این منافقی ما دیده شدیم در همین ابراهیم سید نوریدین قاش، عبدالله چه عاقلزاده، این بندگان قرضاوی سگان اردوغان، و در عبدالله در ادهم حیدرزاده، این بدنگوشت بی عقل، این شرمنده، این به علم جاهل خودش را اینقدر بزرگوار حس میکند که لااقل یک بار وقت ندارد که خم شود این میان قفسش یک دو کتاب نظر کند. سخنهایی که اینا میگوید حتی خود اشعری هایی که بعضی از اشعری هایی که ما متأخرین نمیگیم، متقدمین اشعری ها همه این متأخرین اشعری ها اینا را تکفیر میکنند. و بعضی سخن اینها اشعری های متقدمین هم اینا را تکفیر میکنند به همین عقیده شد. بله متأخرین، یعنی معاشره رو دو قسم تقسیم میکنیم. متأخرینش یک قبوری است، به اینا دین یک بازی شده است. برای همین برادران عزیزم، الله سبحانه و تعالی میگه که در یکی از سوره، حفظ همین نام سوره رو در ذهنم میگفتم که نیفتم، که الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الناس اتقوا یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. ای آنهایی که ایمان آوردید از الله ترسید. ای کسانی که دعوای ایمان دارید، مسلمان هم میگید ایمان آوردید به الله روز قیامت، از الله ترسید و سخنی سدید بگید. سخنی سدید چی است؟ نمیشه سلف سوال شرط داده بگن که سخنی سدید یعنی سخن بگوید که در این سخن شما حق باطل داشت، حق باطل. یعنی کدام وقت انسان حق گو می شده است؟ کدام وقت انسان حق گو می شده است؟ همان وقتی که ایمان داشته باشد و مسلمان واقعی باشد یک، و همان وقتی که پرهیزگار باشد.
انسانی که موحد است و پرهیزگار است و تقواکار است، انمین چنین انسان ها شب و روز حرکت که حق را در سخنشون واضح کنند، اگرچه برایشان اما اینها که از الله میترسند و امیدشان تنها الله است، تنها رضاگی الله را میطلبند، اگرچه برایشان گفتن حق را حق گفتن اگرچه وزنینی کند و سنگینی کند، و اگرچه باطل را گفتن باطل را باطل گفتن و انکار کردن سنگینی و وزنینی کند، حتی اگرچه سبب ترمه شدن و نابود شدنشان، حتی بعضی حالات به شهادت رسیدنشان به عوض مرگ باشد، هم حق و باطل میگن. برای چی؟ برای که اینها ایمان دارند به الله و به روز قیامت، برای که اینها میدانند که حق گفتن چقدر ارزش دارد و باطل را باطل گفتن چقدر ارزش دارد. و این را علمای سلف یکی از بزرگترین جهاد بود. در زمان منتشر شدن فتنه ها، کفر ها، ردة ها، نفاق ها، خیانت ها، در زمان غریب شدن اعتقاد اهل سنت و الجماعه، مبارزه بردن به این جهمی ها، مبارزه بردن به این فسادهای اعتقادی و غیر فسادهای اعتقادی، به این کفر و شرک. والله این بزرگترین درجه عبادت و یکی از بزرگترین راه جهاد است که سلف صالح گفت. شوخی نیست. برای همین حق، برادران عزیزم، حق چیزی ارزشمند است. حق چیزی گم کرده همه انسانیت است که هر یک انسان میخواهد، اگرچه همه به حق نمیرسد، لیکن همه میخواهد که حق دریابد. بله، اکثر انسان، یعنی مبارزه حق باطل وقتی که میشد، اون کسانی که در مذهب باطل هستند، در مذهب گمراهی و ضلالت هستند، آنها مذهب خود مذهب گمراهی ضلالت نمیگن، آنها میگن که مذهب ما حق است. میگن حالا این رافضه ای که به دین رافضه اگر خر زبان می داشت سخن کرده رافضه رو تکفیر میکرد، لیکن افسوس که خر گپ زده نمیتواند. اگر خر گپ میزد 100 مرتبه به رافضه خر خودش تکفیرشون میکرد، اگر خر کشند هم تکفیرشون میکرد، لیکن گپ در گجا است. همین رافضه‌ای که کافرترین یکی از کافرها هستند، مشرکترین مشرک‌ها هستند، همین ها هم خودشون میگن که ما حق هستیم. یعنی حق اینقدر ارزشمند است که همه خودش حق میگه و دیگر باطل میگه. یهودی که الله لعنتشون کرد و آنها رو به میمون و خنزیر یعنی خوک مبدلشون کرد، اونها هم خودش حق میگه. حتی میگه که ما فرزندان الله هستیم، ما جنت میریم، دیگرها همه گمراهند و جهنم میرن. میگه گپ در این است که اگر همه دعوای حق کند و دیگرها رو باطل گوید، یک راه باید وجود داشته باشد که حق باطل باید فهمیده شود. و در پیامبر صلی الله علیه و سلم یهود 73، نصرانی 72، یهود 71، معذرت خواهی میکنم، نصرانی 72 و امت من گفتن به 73 فرقه تقسیم شد. و پیامبر آشکار واضح فهموندند که حق درون اینها یک طایفه هست. یک طایفه کی است؟ پیامبر گفتن من و صحابای من و هر کسی که به مانند من و صحابای من باشه. بیاید انالیز کنیم، بیاید سنجیم، کار مشکل نیست. بیاید انالیز کنیم، سنجیم که کی اعتقادش به مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان است. یگان نفر از صحابگان توحید الوهیت رو بیان نکرده گذاشتند. آیا توحید الوهیت در نزد صحابگان ارزش نداشت؟ والعیاذ بالله. آیا صحابگان صفت‌های انکار میکردند و الله در بالا بودنش انکار میکردند؟ نه هرگز، والله نه هرگز. آیا صحابگان طاغوت‌ها رو مسلمان میگفتند؟ طاغوت اسلام میگفتند؟ والله نه هرگز. آیا صحابگان در اعتقاد اصل اعتقاد و معلوم من الدین بالضروره اختلاف داشتن؟ نه والله. هر کسی اختلاف داشتن بگید گمراه ضال مضل و به کفر رفته است. در اصول دین اگر اختلاف داشتن بگید. پس کی در راه صراط المستقیم است؟
کی در راه صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم است؟ کی در همون راه راسته که الله سبحانه و تعالی این راه راست را عنایت فرمود به صحابگان و تابعین؟ کی در همون راه است؟ امروز آیا هست همچنین انسانایی که در همین راه راست باشد؟ بله هست. پیامبر گفتن لا تزال طائفه من امتی علی الحق الظاهرین لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعه حتى ياتي امر الله وهم كذلك. یعنی تا آخر، تا روز قیامت آمدنش یک طایفه از امت پیامبر اینها ظاهر به حق هستند، ظاهر می ایستند در حق. هیچ کسی، یعنی اون کسانی که به اینها مخالفت میکند و میخواد که اینها را نابود کند، خار کند، ذلیل کند، شکست بدهد، نمیتواند تا امر الله آمدن، یعنی تا روز قیامت آمدن. پس همین طایفه کی است؟ همین روز، انا همین روز همون طایفه، یک طایفه که حق است، یک طایفه که ناجی است، فرقه ناجیه، طایفه منصوره، اهل السنت والجماعه که قال الله بگوید، قال الرسول بگوید، قال الصحابه بگوید رضی الله عنهم، همون کی است؟ همین فرقه ها معلوم است در نزد ما. خوارج نیست، البته قدری نیست، جبری نیست، جهمی نیست، مرجعه نیست، کلابی نیست، جاهدی ثمامی نیست، اشعری نیست، البته ماتریدی نیست، رافضی نیست، مدخلی نیست، حزبی ها نیست، طاغوتی نیست. زیرا که به همه اینها علمای هم سلف و هم خلف به صدها کتابها و هزارها حلقه های درسی رد زدن و ضلالت اینها را بیان کردن. پس کی است این اهل سنت و الجماعه؟ همان کسانی که قرآن و سنت با فهم سلفین اومد میگه. و در تاجیکستان ما هست، ما یگانه فرقه ناجیه، طائفه منصور اهل سنت و الجماعه ما است و کسان برادر و خواهران که همراه ما است. باقی مانده اشعری، صوفی، ماتریدی، دیگر این مقلدی متعصب، علماء اصول تواغیت، مداخله، آذری، حزبی، همش گمراه و ضال و مضل است. نصیب از قرآن و سنت و قول سلفین اومد ندارد، بوی از قرآن و سنت و فهم سلفین اومد ندارد، آداب و اخلاق ندارد، علم ندارد، نه در عربی، نه در منهجی، نه در اصولی، نه در یگان مسئله. هیچ علمی انیق و دقیق یعنی درکی که با در اساس انصاف و عدل منهجی باشد وجود ندارد. کدام مسئله رو اینها علما و منهجا تحقیق و تطبیق کرد، تحقیق و تطبیق کرد. غیر از خدمت به طاغوت دیگر کار نمیکنه. اینها به ما، این علماء السو، این دعوتگران، این دجالچه ها، دعوتگران به سوی جهنم، این شهرت خواهان دین خود را به خاطر دنیا فروختند. اینها به مثل سگان هستند که وقتی که صاحبانشان اونها را وس گفت، هایده گفت به مانند ازبکو، اینها حکاس میزنند. اینها سگانی هستند که به امر خواجگانشان، به امر طاغوت ها، انا همون سرانشان، اینها به حکاس زدن شروع میکنند. به ما خبرها از منبع معتمد رسیده ایستاده است که یکی از منبع معتمد میگوید که این نجم تیوی را که در حالت معلق در بین زمین و آسمان بدون اسناد و دکمنت ها در همون جای زیستشان زندگی میکنند و به یک باد پوف حالتشان گرفتار شده. زیرا که در ترکیه ببینید انا همون گروه 24 دو رئیس بزرگش را، سردارش را، اولا سهراب ظفر بود اگر خطا نکنم، یکی دیگرش را، هر دوی این مسکین را که در راه طاغوت شب و روز کوشش میکرد، اونها گرفتند و بردند. از ترکیه برداشته بردن به تاجیکستان یک امر عادی است برای حکومت طاغوتی تاجیکستان امام علی. این به مانند یک همتا آب نوشیدن است، دو تا تخمه جارد کرده تناول کردن است، عادی کار است. لیکن این چوجچه ها، این جهمی مخصوص در ترکیه آزاد میگردند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه برای حکومت تاجیکستان، این حکومت طاغوتی، این چنین بازیچه ها ضرور است. اینها را اجازت میدهند به شرطی که میگن شما میدانیم که هیچ چیزی ندارید، ما میدانیم که در کجایید، ما میدانیم که شما را در مدت یک هفته نباشد 2-3 روز میاریم و کنج زندان جای شماست. آیا میخواید کنج زندان را یا همکاری میکنید؟
یا بعضی از کارهایی که کاری بد هم نیست از نظر شریعت هم خوب است بکنید میگن. یعنی اونها از نظر شریعت خوب است میگن. چی کار؟ بر علیه انمین موحدینی که از تاجیکستان برآمده ایستاده است، بر علیه ابو محمد مدنی و دیگر مشایخ اهل سنت و طالب العلم اهل سنت صحبت کنید. چرا؟ برای که اینا میدانند که کدام دعوت دارد منتشر می شود. اینا میدانند که دعوت حق، دعوت یکتاپرستی این یگانه دعوت است که دعوت انبیاء و المرسلین این یگانه دعوت است که مردم را تغییر میدهد. یگانه دعوت است که مردم را از غلامداری، از سرخمکنی، از غلامی بیرون می آورد و سربلند میکند. یگانه دعوت است که مردم را متحد و یک دسته میکند. یگانه دعوت است که اختلاف ها را نابود میکند و یگانه دعوت است که انا همین دعوت مردم را به حقیقت نقطه اساسی اسلام که این یکتاپرستی است و ترک کفر و شرک است و کفر ورزیدن به طاغوت است میبرد و یگانه دعوت است که عزتمندی را میخواهد و سربلندی را میخواهد. همین دعوت ماست، دعوت توحیدی، دعوت انبیاء و المرسلین. لا اله الا الله محمد رسول الله، فاعلم انه لا اله الا الله. اولین و آخرین دعوت انا همین است. اینها در تجربه هم دیده شدند که مردم بعد از این که حقیقت دین را فهمیدند او ترسو شده بزغاله شدن، ترسو شده جاسوس شدن، ترسو شده دیگر از دین برآمدن و مرتد شدن بس کردند. اینها گفتند چیکار میخوای بکن؟ من مسلمانم، موحدم. اینا بعد از این که توحید فهمیدن، بعد از این به خودشون بها دادند، بعد از این سرشون بالا کردند، بعد از این عزتمندی خود فهمیدند، بعد از این از غلامی سر کندند و آزاد شدند و بعد از این بگفتند که نه، دین من دین است و تو نباید در حق دین من گپ زنی. بعد از این گفتند که شما دشمنان الله کفار مشرکین است. و البته که این دعوت رو وقتی که اینها شناختند و فهمیدند با این انالیتیکا که میلیون ها دلار خود را صرف میکنند و میشناسند، بعد از این به دعوت دیگر را قیاس کردند. کدام دعوت؟ دعوت ادهم حیدرزاده جهمی بیغم بوقه، به دعوت ابراهیم قشکمان سید نوریدین و به دعوت عبدالله چه عاقلزاده. دعوت اینا باز همون گرنگ شده در نصف راه ماندن، باز همون آب لای کن و ماهیگیر، باز همون شتر مرد و دیگ جوشد و بالاخره باز همون دعوتی نامعلوم، سرگرنگی، شک و شبهه، باز همون دعوت به سوی خدمت طاغوت، احترام طاغوت، باز همون غلامی. یعنی باز همون عرف عادت. دین فراموش شد، جای دین عرف عادت این خوبسا گرفت. باز همون عرف عادت، باز همون دیروزه گپ‌های جاهلانه، سخن‌هایی که نه سرش معلوم نه آخرش معلوم، پا در هوا، جاهلانه، متکبرانه و گوش کننده های اینها رو نظر میکنی چقدر جاهلند، چقدر بی‌منهجند، چقدر احمقند، چقدر بی‌ادبند، چقدر بی‌پروایند، چقدر غلام شدند. بعد از این که اینها میبینند میگن بله انمینو است، آدمای ما بهترین ها نمینو هستند. برای چی؟ برای اینکه انمین دعوتگران سبب میشوند که عمر طاغوت زیاد شود. انمین دعوتگران سبب میشوند که اسلام به عزت شود و عزتش نابود کند. انمین دعوتگران سبب میشوند که مسلمان ها زیر پا شوند و باز شوند، خوار و ذلیل شوند. انمین دعوتگران خوبسا سبب میشوند که عقیده قرآن و سنت خوارج گفته همه رد کند. انمین ها سبب میشوند که حکم کردن به حکم قرآن و سنت اصلا به وجود نمی آید. انمین ها سبب میشوند که این خوبسا شریعت را، دین را مردم وزنین میبینند و بد میبینند. انمین ها سبب میشوند که مردم در حالت کفر و شرک زندگی کردن را همیشه افضل و بهتر میدانند. انمین خوبسا سبب میشوند که مردم از عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم و انبیاء و رسول و صحابه و تابعین و سلف صالح دور میشوند. زیرا که دعوت اینا شک است، شبهه است، نامعلوم است، حیرت زدگی است. لیکن هر یک چیز در نزد الله حکمت خود را دارد. الله میگوید اگر ما میخواستیم همه را در یک روز هدایت میکرد، لهداهم اجمعین.
اگر من خواهم میگم همه اجمعین یک بار، اما این دنیا دنیای امتحان است و حکمت های نهفته زیاد دارد که ما بیخبریم. وظیفه ما این است که در همه حالت به قدر استطاعت خود حق را ظاهر بکنیم و وقتی که بس به نزد الله رفتیم، به نزد الله سبحانه و تعالی رفتیم، خالصانه مخلصانه در نزد الله بگوییم که ما به قدر استطاعت خود حق را ظاهر کردیم و حجت هم به این گفتمان داشته باشیم. برای همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند انی اخاف من ائمه المضلین، انی اخاف علیکم من ائمه المضلین. ای مسلمان ها، من برای شما از امام های گمراه کننده میترسم. من برای شما از امام های گمراه کننده میترسم. امام ها پیشواهایی که مردم را گمراه میکنند، اینها به مانند رهبان و رهبان یهود هستند. مردم هم از سبب نفهمیدن، ندانستن و جاهل بودن، از سبب بی‌علمی ظاهری اینها را میبینند. یکیش را قاشش را، یکیش را جسم بزرگش را، یکیش را کوسگیش را یا کاستومچه شیمش را میبینند. بالاخره فکر میکنند که اینها کدام بزرگوارند، در حالتی که اینها گمراهند، در حالتی که اینها پیرو شدی همراهشون به جهنم رفتن ممکن است اگر توبه نکنند. این یک فتنه است. یعنی آخری کار این است که حق و باطل همیشه ظاهر است. حق هم ظاهر است، باطل هم ظاهر است. باقی مانده مردم باید عقلهای خود را استفاده برند و از این حق ظاهر یا پیروی کنند یا از باطل ظاهر. حق ظاهر را که پیروی کردند این رضایت الله است، عاقبتش جهنم است. باطل ظاهر را به باطل بودنش دیده و دانسته امروز پیروی میکنند، زیرا که الحمدلله امروز اهل حق همیشه باطل را باطل میگویند. باطل بودنش الحمدلله ظاهر شده. پیروی که کردن بعد از این جزا را انتظار باشند. پیروی کردن از باطل این به غضب الله رفتن است سبحانه و تعالی. پس وقتی که این طاغوت ها همه اینها را دیدند و سنجیدند و کدام دعوت و جماعت و دعوتگر برای اینها سودمند و فایده آور بودنش را فهمیدند، بالاخره از اون استفاده میکنند، اما یک چیز را فراموش نکنید. الله در آیت قرآن میگه که و من یهن الله فما له من مکرم. وقتی که الله یک کسی را پست سرش میزند، نو خار و ذلیلش میکند، هیچ کس دیگر او را بلند کرده، برداشته، سر برداشته عزتمند کرده نمیتواند. خار و زار و ذلیل و پایان شده کسی هست که مقابل شریعت الله گپ میزند، ندانسته و نفهمیده گپ میزند، یا دیده و دانسته مقابل شریعت الله گپ میزند. این اگرچه در نزد بعض طاغوت ها و در نزد بعض از جهلا، منافقین و کفار و مشرکین اگر خودش را عزتمند حس بکند هم، ولیکن در نزد اهل سنت این هیچ قدری ندارد. در نزد الله و در نزد مؤمنین و موحدین، در نزد دین، این هیچ کس پست است. این 4-5 نفر چوجهک ها را با وجود این که عقیده خوب است را میدانستیم، ما من باب حکمت و مصلحه هیچ چیزی نگفتیم، زیرا که از دهان اینها کفر هم نبرآمد. اگرچه اینها کفر داشتن میدانست، اما از دهانش نبرآمد، ما کاری نداشتیم. اما خودشون آمدند به مانند یک حیوانچه به پای ما دندان زدند، حکاس زدند و از پیش خودش هر روز دارند کفرهایشان را از دهانشان به مانند باران میریزانند. ما هم هر یک کفر اینها، ضلالت اینها را نوشته گرفته به شما بیان میکنیم. از این هم دیگر خواری و ذلت وجود دارد، مگر انمی نیست که الله اینها را خوار کرد؟ مگر الله نگفته بود که منافقا را آشکار میکن؟ در قلبهایتان نهفته، در قلبهایتان پنهان کرده دینی که ظاهرا دیگر دین داری، باطنت دیگر دین است. روز خواهی نخواهی در باطنت بوده را الله به تو ظاهر میکنه. اینها که ظاهرا تبسم های دروغین، اهل سنت گویی های دروغین، منهج قرآن و سنت گویی های دروغین که داشتن، غضب الله آمد. بالاخره به اینها الله یک چند سال مدت داد، اما از این مدت ها استفاده نکردند، باز به همین ضلالت که رفتند. الله قلب های اینها را ظاهر کرد
که در قلبهایشان چی نهفته بوده است و خودشان به دهان خودشان میگویند و ما هم به این گفته های اینها جواب خواهیم. بارک الله فیکم. من حالا در چی هستم؟ در راه بودم، آمدم رسیدم به خانه. من به همین صحبت ها رو در درون ماشین کرده شدم. انشاءالله به خانه می درایم و میبینیم که رد رو شروع میکنیم. این رد نبود، این یک مقدمه بود دیگه نمیشه، لیکن خیلی زیاد صحبت کردیم. بارک الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. بارک الله فیک شیخ. من صحبت امینا رو همش گوش دادگی هستم. یک ساعت 8 دقیقه است والله اعلم. جدا از 15 مسئله اونجا من نوشته کردگی هستم. واقعا در داخل این 15 مسئله بعضیش البته تهمت ها و توهین ها به اهل توحید و البته به شما طعنه ها و تهمت ها است، ولی مسئله های مهمی هم دارد که طعنه به صحابه میزنند. در مسئله ای که گویا که صحابگان رضی الله عنهم در اعتقاد بین همدیگر اختلاف داشتند. یعنی اعتقاد مثل اینکه یعنی اگه انسان در فقه در فروع اختلاف نظر دارد با یعنی یک دو عالم بین یکدیگر، این در اعتقاد و عقیده هم وجود دارد میگد و چگونه که در صحابگان میگد این چیز وجود دارد. و این گونه طعنه ها با صحابگان، با سلف، با الله رسول زیاد است. من نوشته کرده هستم. ان شاء الله اگر که شما وقتون شد و شروع کردین بر ردیه ها، من ان شاء الله یک خونده چگونه که اینها خود اینها یعنی اینجا پرتا و استال مونده با یکدیگر میشینند، دیگر سوال کرده و دیگر جواب میدهد. یعنی اون چیزی که نیست در ما، اون چیزی که طعنه ها و تهمت ها و توهین ها نسبت به ما میتیم، ما اون گونه نیستیم، بلکه ما سوال من بر شما میتم از خود زبان اینها، اون چیزی که خود اینها گفتن، طعنه ها و توهین ها و تهمت ها کردن و شما باشد جواب بدین. بارک الله فیک شیخ عزیز. اگر که وقتون شد ان شاء الله پیشنهاد میکنیم. بارک الله فیک برادر عزیزم. با شما بهترین فکر، بهترین منهج. حالا چیکار میکنیم میدونید؟ از انا همین اول، انا همین صحبتی که ما کردیم این رو هم برادرها جدا نکنید، نبرید، خاموش هم نکنید. شما سوال ها رو خواندن رو شروع کنید. انا همین روزه ردمان را یک باره به همین رد این صحبت های جاهلانه اینها 15 مسئله رو میخونید، گپ میزنیم و بعد از این در آینده مثلا با من رد این رد یک خیلی بزرگ و طولانی رد ششم می شود. ما رد پنجم رو کردیم، رد ششم می شود و به همین ویدیو آخری نو یک بار رد می شود و در آینده رد هفتم، هشتم، دهم دیگر رفتن میگیریم. بسم الله شروع کنید. یک بارک الله فیک. بله می شود این را یک عموم کنید شیخ عزیز و بعدا به اینها یک تا رو مگر که بودن جداگانه ردیان زنید به اینها کم است، به این خوب است. بله شروع میکنیم. بله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران اهل توحید، صحبت های نجم تیوی که امروز در کانالشون البته صحبت کردن 1 ساعت 8 دقیقه بنده گوش دادم و در این 1 ساعت 8 دقیقه زیاده از 15 مسئله رو من جدا کردم که نوشتم از صحبت های خودی همین نجم تیوی، از اون ادهم و دیگر از اون ابراهیمی که صحبت اونجا ادهم وقتی سوال میداد و ابراهیم جواب میداد که اون چیزایی که در ما نیست، در طالب علمان اهل سنت نیست، در شیخ ابو محمد نیست، طعنه ها و توهین ها به ما نسبت میدن و ما باشد از دوره عدل بیرون میبریم. الله تعالی ما رو با عدل امر میکند و ما عدل اون چیزی که از صحبت خود اینها هست ما باشد پیشنهاد میکنیم به شیخ ابو محمد و شیخ باشن جواب میکنن. بارک الله فیکم. یکمین مسئله میگوید که اشعری و ماتوریدی در دایره اهل سنت هستند. بودن اشعری ها، امام ماتوریدی و اشعری دایره اهل سنت بود پیش و هستند. بارک الله فیکم. این یکمین صحبتی که از خودی هر دوی این نجم تیوی که صحبت کردن من جدا کردم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، بارك الله فيك برادر اعظم ابو اسماء، حفظك الله و جزاك الله خیر که سخن این جاهلان رو، اشعری ها رو گوش کردید و به ما هر یک مسئله اینها رو نوشته گرفته آسان کرده بیان کرده استودید. حفظك الله و بارك الله فيك. اما یکمین سوالی که شما به ما
ارائه نمودید و پیشکش نمودید این است که این جاهلان گفتند، یعنی اینا کی هستند؟ ادهم حیدرزاده، ابراهیم سید نوریدین خوشکمان و عبدالله عاقلزاده. انا همینها و در گرد اطرافشان بوده دیگر از جوهلا و اینها که در نجم تیوی کار میکنند، کار و فعالیت دارند و مردم به اینها گمان خیر هم داشتند و البته اهل سنت و الجماعت به اینها گمان خیر داشتند. انا همین جاهلان حالا همین سخنها را گفته ایستادند. یکمین مسئله که گفتند، اولا گویا که اینها رد به تکفیری ها گفته ایستادند. رد، نام اینا صحبت کردند، 1 ساعت و 8 دقیقه صحبت کردند. نام صحبتشان رد به جهمی ها، معذرت خواهی میکنم، رد به خوارج ها یا رد به تکفیری ها. یعنی از یک پدیده خطرناکی که امروز به وجود آمده است که مسلمان ها را تکفیر میکنند گفته شروع کرده است. بله برادر عزیز ما ابو اسماء از اشاعره شروع کردن، موضوع بهترین است، لیکن ما اگر از همین نقطه هم شروع میکردیم خوب میشد که مسلمان ها را تکفیر میکنند. اینا ببینید موضوعشون را همچنین رکلام کردند و منتشر کردند که یک پدیده نوی به وجود آمده است که مسلمان ها را تکفیر میکنند. مسلمان ها در نزد اینا کی است؟ پیش از اینکه به سوال برادر از زمان جواب را شروع کنیم، مسلمان ها در نزد همین گروه اشعری ها نامشون رو گرفتیم و جماعتشون نجم تیوی و غیره. مسلمان ها در نزد اینها همون کسانی هستند که هر کسی که شهادتن رو گفت و عمل میکند یا نمیکند، شرک اکبر کند هم، کفر اکبر کند هم، و حتی اگر طاغوت یعنی به حکم غیر الله حکم کند، یک حلال و حرام کند هم، در نزد اینها همه مسلمان است. هر کسی که شرک اکبر کرده رو، کفر اکبر کرده رو کافر گوید، در نزد اینها کی است؟ تکفیری، پدیده جدید تکفیری خوارج که مسلمان رو تکفیر کرده است. یعنی در نزد اینها اهل قبله کی است؟ در نزد اینها اهل قبله همان کسی است که شهادتین را گوید شد اگرچه قبر را عبادت میکند، به قبر ذبح میکند، طواف میکند، اگرچه به محکمه های طاغوتی مراجعت میکند، اگرچه قانون میبرارد، حلال و حرام میکند، اگرچه حکم به حکم غیر الله میکند، دشنام میکند، الله و رسول را استهزا میکند، بدین الله و رسول. یعنی کسانی که شهادتین را گفتند به نواقض الاسلام گرفتار شدند، بریده گرفتار شدند، شرک اکبر کفر اکبر کنند هم، در نزد اینا مسلمان است. برای همین اینها ما را پدیده نو و تکفیری و خوارج گفتند، زیرا که صدای بنده رو هم گذاشتند، نام بنده رو هم اینا گرفتند، در حالتی که ما مسلمان ها را تکفیر نکردیم. اهل سنت و الجماعه مسلمان را تکفیر کردنش رو حرام میگه و ما هرگز مسلمان را تکفیر نکردیم. ما کی را تکفیر کردیم؟ ما میگوییم هر کسی که نماز خواند، هر کسی که شهادتن گوید، نماز خواند، روزه دارد، حج رود و اگر کفر اکبر و شرک اکبر نکند، این مسلمان است. اما همین کسی که خود را مسلمان میگوید اگر رود و قبر پرستی کند، هم نماز میخواند هم قبر پرستی میکند، هم نماز میخواند هم ذبح به قبر میکند، هم نماز میخواند هم حاکم است به حکم غیر الله حکم میکند، حلال الله حرام، حرام حلال میگه، مراجعت به محکمه طاغوتی مطلق میکنه. البته ما انا این کسا را مشرک میگیم. یعنی هر کسی که خودش مسلمان گوید و نواقض الاسلام را انجام بدهد، یعنی شرک اکبر کفر اکبر کنه، ما مشرک میگیم در اساس قرآن و سنت، که در آینده این مسئله هم ان شاء الله سوال میرود. عیناً در همین مسئله اشعری و ماتریدی، این جهلا اشعری ها و ماتریدی ها را اهل سنتی و الجماعه میگن. یعنی اشعری ها اعتقادی که دارند، ماتریدی ها اعتقادی که دارند به مانند اعتقاد صحابه، تابعین، تبع تابعین، یعنی اعتقادشون موافق قرآن، موافق سنت، موافق مراد الله و مراد رسول الله و موافق فهم سلفی صالح بوده است، اهل سنتی و الجماعه بوده است. و هر کسی که اشعری ها را تکفیر کند، این کی بوده است؟ خوارج بوده است. هر کسی که اشعری ها را تکفیر کرد، این خوارج بوده است. الله المستعان. انا کنون
سوال اینجاست که یا هر کسی که اشعری های مبتدع گوید، ضال گوید، گمراه گوید یا تکفیر کند، این خوارج بود است. اکنون مسئله به وجود میاد که دو مسئله به وجود میاد. مسئله اول، اشعری ها آیا اهل سنت و الجماعت هستند؟ یکم مسئله. مسئله دوم، اگر اشعری ها اهل سنت و الجماعت نباشند آیا آنها مبتدع هستند و بدعتشون غیر مکفر است یا مبتدع هایی که بدعتشون مکفر است؟ یعنی اشعری ها آیا مبتدع های کافر یا مبتدع های غیر کافر است؟ اینها را مبتدع لیکن مسلمان یا مبتدع کفار میگه. چی میگه؟ بارک الله فیکم. اکنون اشعری ها بارک الله فیکم اولا میگیم که هرگز، کلا و حاشا، هرگز اشعری ها اهل سنت و الجماعه نبودند و نیستند و روز به روز اشعری ها برعکس بدتر و سختتر شده شدند. حالا ما یک چند کتاب ها رو به شما گذاشتیم. من از یکی از این کتاب ها یک چیزی عجیبی رو شیخ آل حمدان در مسئله تکفیر اشاعره و ماتریدیه میارد. میگم که میگه که مختصر سخن آل حمدان همین است که اشعری ها رو ما به دو قسم تقسیم میکنیم. اشعری های متقدمین، اول اشعری ها که در اعتقاد توبه ابوالحسن الاشعری بودند، یعنی سوم عقیده اشعری. خیلی ما گفتیم ابوالحسن الاشعری اول معتزله بود، بعد از این کلابیه شد، پیروی از عبدالله ابن کلاب کرد و بعد از این به منهج سلف بازگشت اگرچه بعضی خطاگی‌ها دارد. اشعری های متقدمین همون اشعری های بودند که با همین آخرین گویا که ابوالحسن الاشعری بودند و باز بعضی خطاگی‌ها داشتند، اما بسیاری از اشعری های متقدمین آنها بله مشکلی داشتند، کمبودی داشتند، بدعت داشتند، اما به درجه واضحیت کفر آن نرسیده بود. برای همین علمایی که در متقدمین بودند در بالای اشعری های متقدمین خلاف کردند، یک قسم تکفیر کردند، یک قسم نکردند. اما قسم دوم اشعری های متأخرین هستند. اشعری های متأخرین را بعد از عصر 6 میگویند علمای، 5، بعضی میگن عصر 6 بعد از ابو حامد الغزالی، زیرا که غزالی اشعریه که آمد، ابو حامد الغزالی اشعری را به صوفی آمیخته کرده. بعد از ابو حامد الغزالی اشعری ها صوفی و قبوری شده رفتن گرفت. ابو حامد الغزالی یکی از علمای بزرگ اشاعره که طریقه صوفی را هم بعد از این به اشاعره آمیخته کرده و بالاخره این انسان عقیده حلولی را ایجاد کرد. اگرچه ابو حامد الغزالی را قسمی از علما میگن که پیش از مرگش توبه کرده وفات کرده است و این قول قوی هست، پیش از مرگ وفات کرده، قبول کرده است، پیش از وفاتش توبه کرده است، اما علما این را قسمی قبول نکردن. اکنون ببینید، فهمیدید؟ ابن تیمیه رحمه الله در کتاب بیان تلبیس الجهمیه میگن که بیان تلبیس الجهمیه میگن که مجله 5 صفحه 150 هؤلاء يؤمنون ببعض اسماء الله تعالى ويكفرون ببعض ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ولهذا تنازع الناس في ایمانهم و کفرهم. ببینید یعنی ابن تیمیه رحمه الله خودشون اختلاف علما را در بالای اهل سنت بودن اشعری و ماتریدی نه، کافر هست اشعری و ماتریدی، مذهب اشعریه مذهب کفری، مذهب ماتریدی مذهب کفری اسیونیست. در کتاب بیان تلبیس الجهمیه مجله 5 صفحه 150 میگه هؤلاء یعنی نمین اشعری ها ماتریدی ها ایمان آوردند به بعض اسماء الله سبحانه و تعالی و کفر ورزیدند به بعض اسماء دیگری الله سبحانه. ایمان آوردند به بعضی کتاب و کافر شدند به بعضی کتاب. برای همین اختلاف در بین علما به وجود آمد در ایمان اینها و در کفر اینها. الله اکبر. ببینید اکنون ابن تیمیه رحمه الله در کتاب منهاج السنه مجله 2 صفحه 392 میگویند که
والاشعری تبع في ذلك للجهمي والمعتزلة الذين نفوا قيام الفعل به تعالى لكن أولئك ينفون الصفات أيضا بخلاف الأشعري. اشعری تابع و پیرو است در مسئله انا همین انکار کردن صفات‌های اختیاری الله سبحانه و تعالی، صفات‌های فعلی، بگیم صفات‌های فعلی و خبری الله سبحانه و تعالی. در این مسئله صفات‌های فعلی خبری الله سبحانه و تعالی اشعری تابع جهمی و معتزله است، یعنی عقیده‌اش به مانند عقیده جهمی و معتزله است. پس اشعری کی بود است؟ مذهب اشعری و مذهب ماتریدی مذهب کی بود است؟ مذهب پیروی جهمی بن صفوان. ولیکن این سخنی که تیمیه میگویند سخنی که به متقدمین گفتن، زیرا که ابن تیمیه رحمه الله خودشون 728 وفات کردن، یعنی عصر 8، نیمه اول عصر 8. این سخن ابن تیمیه در حق اشعری های متقدمین بود. شیخ آل حمدان رحمه الله حفظه الله میگه که اما متأخروهم، اول میگه که فهذا بالنسبه للمتقدم الاشاعره. این سخن ابن تیمیه که در ایمان اونها و در کفر اونها اختلاف بود، این سخن را ابن تیمیه رحمه الله گفتن، این به متقدمی اشاعره گفتن. اما متأخروهم فقد والوا الجهمیه والمعتزله، اینها از جهمی و معتزله هم گذشتند، موالات شدید نزدیکترین کارهایی که همون جهمیه های مذهبش بود همون گفتند. فكان حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطلة. حقيقة باطن مذهب أشاعرة وماتريدي متأخرين بعد از ابو حامد الغزالي اینها معتزلی جهمی معطل هستند. معطل یعنی انکار کننده صفات الله سبحانه. دلیل میخواهید؟ سخن علما را میخواهید؟ این سخن ابو محمد نبودنیش را میخواهید؟ بسم الله. ما همیشه میگیم که ما از پیش خودمون چیز نمیگیم. ابن تیمیه رحمه الله در کتاب فتوى الكبرى مجله 5 صفحه 51 میگه و اما المتأخرون فانهم والوا المعتزله وقاربوهم اكثر وقدموهم على اهل السنه والاثبات وخالفوا اوليهم. اما متأخرین اشعری ها اینها نزدیک شدن به معتزله ها، به مانند اون معتزله شدن و آن معتزله ها را اشعری های متأخرین از اهل سنت به خودشون نزدیکتر و پیشتر دانستند و مخالفت کردند به اشعری های اوله و خالفوا اولی، یعنی اشعری های متأخرین مخالفت به اشعری اوله کرد. بلی اشعری های اوله عقیده های کمی قسم از این مشکلی ها رو داشت، اما به مانند اشعری های متأخرین که قبوری شده آشکار واضح کفر شرک و طاغوت پرستی کننده نبود. این سخن ها را علمای محقق به مانند شیخ الاسلام مجدد الدین ابن تیمیه رحمه الله میگه. من که نمیگویم، بیا به تو بار دیگر بگم. ابن تیمیه رحمه الله در کتاب بیان و باز همون کتاب تلبیس جهمیه را وقتی که بیان میکنن، بیان تلبیس الجهمیه مجله 4 صفحه 401 میگن که فعلم انه هؤلاء، یعنی که شیخ علی حمدان میگن که یعنی متأخر الاشاعره، متأخرین اشاعره و ماتریدیه، حقیقت باطنیهم باطن المعتزله الجهمیه المعطله. حقیقت باطنی درونی مذهب اشعری ها و ماتریدی ها، حقیقت مذهب اشعری ها و ماتریدی ها معتزله جهمی معطل است، انکار کننده صفات الله سبحانه و تعالی است. و این کان ظاهرهم ظاهر اهل الاثبات كما ان المعتزله عند التحقيق حقيقه امرهم امر الملاحده نفاة الاسماء والصفات بالكليه. اگرچه ظاهرا خودشون رو اشعری ها و ماتریدی ها بعضی میگن که بله کلام الله ما قبول میکنیم، میگن اما کیدت میکنن، فریب میدن، میگن که کلام الله قرآن عباره از کلام الله میگن. و این چنین گفتن چگونه که حقیقت معتزله ها، حقیقت حالت معتزله ها اینها همین به مانند چی هستن که ملاحده هستن که بالکل صفات الله سبحانه و تعالی انکار میکنن، اگرچه ظاهر کنن که بعضی صفات را اثبات میکنن. الله اکبر. هذا لعمري عند التحقيق. گفتن من بعد از تحقیق این سخن رو به تو میگم. پس انمین است که علمای اهل سنت و الجماعه یگان نفر اشعری ها را اهل سنت و الجماعه نگفتند. ابن تیمیه رو من چرا حالا فقط سخن ابن تیمیه رو خوندم مگر دیگر سخن نیست؟
هزار سخن است در نزد من. برای این ابن تیمیه رو میگم که اینها فکر میکنند که ابن تیمیه دیگر سخن گفته است. انا کن با یک سخن دیگر ابن تیمیه رو میارم، بعد از این به دیگر علما میگذاریم تا که در مسئله ابن تیمیه انیق و دقیق شد. و بعد از این سخن ابن تیمیه رو میارم که اینها رو تکفیر کرده اشعری ها رو در کتاب کشف الشبهتین. انا کنون وقتی که به اشعری ها رد میزدن در کتاب فتوی الکبری مجله 5 صفحه 324 روم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گفتن که فعمت ما ضمه السلف والائمه وعابوا على المعتزله من الكلام المخالف لكتاب والسنه والاجماع القديم الاجماع القديم لكم منه اوفر نصيب بل تاره تكونون اشد مخالفه لذلك من المعتزله. یعنی همه عامه سخنهای سلف که ردهای سلف و مذمت‌هایی که سلف عموما همه ردها و مذمت‌هایی که سلف به معتزله ها کردند، به معتزله ها که سخنهای معتزله مخالف قرآن بود، سنت بود، اجماع بود و سلف صالح رد زدن به معتزله ها و معتزله ها رو تکفیر کردن، ابن تیمیه میگه بدانید که ای اشعری ها میگند شما میگند نصیب کامل از این سخنهای معتزله دارید، اعتقاد شما اعتقاد معتزله است. تارة تكونون اشد مخالفه لذلك من المعتزله. در بعض حالت ها شما ای اشعری ها و ماتریدی ها جهمی میگید سختتر و بدتر از معتزله ها در باب انکار صفت الله هستید میگید. وقد شاركتموهم في اصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الامه و ائمتها. شما بدانید ای اشعری ها میگید شما مشارکت کردید، هم فکر هستید، هم اعتقاد معتزله ها هستید در اصول مذهبی گمراهی زلالت اونها، در همون اصولی که از سلف صالح آنها جدا شدن، سلف به آنها انکار کردن، در همون اصول گمراهی زلالتی که از سلف جدا شدن شما همراه معتزله هستید. الله اکبر. ببینید ابن تیمیه چخیل یک محقق رحمه الله میگه و نبذوا بها کتاب الله وراء ظهورهم. انا من معتزله ها کتاب الله ترک کردن به پشتشان، شما هم مثل همون معتزله هستید میگه. تا اینجا میاد در بین یک سخنان میگوید که الی ان قال، شیخ میگه که تا اینکه گفت، شیخ الاسلام میگن که و انتم شرکاؤهم فی هذه الاصول كلها، و شما ای اشعری ها به معتزله ها در همه اصول کفری شریک هستید. و منهم اخذتموها، این اصول های مذهبی فسادتون را کلامی را از من معتزله ها گرفتید. و انتم فروخهم فيها كما يقال العشريه مخانيس المعتزله. اشعریه مخانیس معتزله است، یعنی از این معتزله پیدا شده است. ابن تیمیه میگه والمعتزله مخانیس الفلاسفه. معتزله ها باشد یک افلاسی خبیثی پیدا شده از فلسفه است. اشعری ها یک خباثت پیدا شده از معتزله، معتزله خباثت پیدا شده از فلسفه است. لكن لما شاع بین الامه فساد مذهب المعتزله، لیکن میگه وقتی که در بین این امت محمد علیه الصلاه و السلام منتشر شد و آشکار شد فساد بودن مذهب معتزله و نفرت القلوب عنهم صرتم تظهرون الرد عليهم في بعض المواضع، و همه قلب های مسلمان ها از معتزله ها نفرت کردند. در این حالت شما ای اشعری ها ماتریدی ها منافقانه خودتان را پنهان کرده معتزله ها را در بعض مسئله رد زدید مع مقاربتكم او موافقتكم لهم في الحقیقه، در حالتی که شما نزدیکترین مذهب و موافقترین مذهب در حقیقت به معتزله ها شماست. پس اشعری ها آیا از اهل سنت بود است؟ ماتریدی ها آیا اهل سنت بود است؟ نه والله. علمای محققین با مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه میگن که بعد از تحقیقی که در طول عمرم کردم من به تو میگویم که میگن اینها جهمی مخانیس معتزله است، یعنی معتزله ها در باب اسما و صفات مخانیس جهمی. ببینید حالا بیایید انکوب به علمای متقدمین میگذاریم. یکی از علمای متقدمین السجزی رحمه الله وفات کرده 444 هجری، سلف نیست لیکن متقدمین است. در رساله به اهل زبید در همین رساله در یکی از موضوعهاش رد به اشعری ها میزند و در همین کتاب بیان میکند حقیقت مذهب اشاعره ها را. و اشعری ها
جهمی بودنشون را، موافق بودن اشعری ها 100% به جهمی و معتزله بودن اینها. علمای متقدمین اشعری های متقدمین رو میگه. در همین کتاب الرساله الى اهل صفحه 137 در فصل پنجم، فصل الخامس، میگه که بیان موافقتهم للمعتزله في كثير من مسائل الأصول وأنهم زائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. اینها موافق هستند به معتزله ها در بسیار مسائل اصول اعتقادی و بلکه این اشعری ها کلامی ها قبحشون بدیشون زیادتر است، زیادتر از معتزله ها است بدی اینها و فساد قول اینها سختتر است و وزن‌تر است. ابو اسماعیل الهروی یکی از بزرگترین کسانی که اشعری ها را گشته و برگشته تکفیر کرده، صدها علمای متقدمین را، اولی اشاعره را تکفیر کردن را نقل کرده. ابوالحسن الاشعری را خودش را به نامش رسوا کرده. ابوالحسن الاشعری را بینماز گفته، در کتابش اومده. نگوید که ابو محمد بگه، روید کتاب ابو اسماعیل هروی را که یک چند مجلد است خوانید. ما خوندیم، عیب خونده است یا نخونده، ما خوندیم. ابو اسماعیل هروی یکی از علمایی که اهل سنت بر جماعت بزرگترین عالمش میگن که با پای ابوالحسن الاشعری به انگشت، یعنی به کومر میگن، به انگشت به کنی پای، به عقب پای ابوالحسن الاشعری خط سیاه به بور کشیدن. بعد از یک چند روز دیدن که باز به همون خط کشیده. ابوالحسن الاشعری را بینماز خیلی حکمای گنده میکرد. نماز هم نمیخوان، میگفتن اینو آن. پیش از توبهش بعد از این توبه کرده بود. والله اعلم. ابو اسماعیل هروی در کتاب ذم الکلام که بگم اگر با عادی‌تر بگم این کتاب تیت تو پیت اشعری و ماتریدی رو برآورده، لخ کرده. در مجله پنجم صفحه 131 144 مجله پنجم میفهمید، پنجم، این همه کتاب رد به همینو است. 5 مجله میگوید که باب فی ذکر کلام الاشعری، باب در ذکر کردن کلام اشعری ها. ثم قارن بین مذهب الاشعری اشاعره و مذهب الجهمیه. سخنهای اشعری رو میگوید، اشعری ها رو میگوید، بعد از این سخنهای جهمی رو میگوید و بعد از این بین اینها چی میکند؟ مقارنه میکند و آشکار و واضح میگوید که اشعری ها جهمی هستند و آشکار و واضح میگوید که اناث الجهمیه، اشعری ها زنهای جهمی هستند. پس کی گفته است اینها را اهل سنت و الجماعه؟ کی گفته است که اشاعره اهل سنت و الجماعه؟ یک نفر را می آورند از اگر خطا نکنم اصفراینی بود، بله اصفراینی بود، یکی از علمای متأخرین را می آورند که این عالم خودشون کمبودی های زیاد دارند و پیش از وفاتشون توبه کردند، با بحث و مناظره ها شده. یکی از عالم متأخرین، یعنی متأخرین است که میگن که مذهب اهل سنت و الجماعت این سه قسم است. میگن اشعری، ماتریدی، اهل حدیث میگن و به این سخنشون هزارها علما رد زده. و این عالم خودشون اشعری بوده از یک طرف، از طرف دیگر صوفی بوده. صوفی یعنی کمبودی اعتقادی داشته. سخن این چنین انسان ها قبول نیست در این مسئله. الله المستعان. پس بارک الله فیکم، ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموع الفتاوی مجله 17 صفحه 471 میگه که والاشعری و امثاله برزخ بین السلف والجهمیه. والاشعری و امثاله برزخ بین السلف والجهمیه. اشعری، ابوالحسن الاشعری و امثالش، اینها برزخی هستند در بین سلف و جهمی. یعنی اینها نه سلفی نیستند، کاملا اهل سنت هم نیستند، کاملا جهمی هم نیستند، لیکن اصول جهمی ها رو دارن، جهمی است. فهمیدید؟ اما برادران عزیز، علماهای هستند که ما حالا بیان کردیم به شما، اگرچه سخنمون طولانی شد، ما به شما بیان کردیم که
این سخنهای علما دلالت به چی میکند؟ اشعری ها، ماتریدی ها هرگز اهل سنت و الجماعه نبودند. یگان نفر اینها را بجز بعضی از کسانی که خودشون به طرف اشعری مایل بودند یا صوفی بودند اونها نگفته باشند. علمای یعنی معتمد اهل سنت و الجماعه هیچ کسی نگفته که اشعری چی است؟ اهل سنت و الجماعه است. این سخن باطل است. ما نه سخنها رو گفتیم. اکنون شما دانید که علماهای زیادی هستند که اشعری ها را به سه سبب تکفیر کردند. به سه سبب اشعری ها را و ماتریدی ها را تکفیر کردند. سبب اول، در مذهبی در دینی ساخته اشعری ها و ماتریدی ها، در این دینی کلامی، در این دینی فلسفی، در دین ساخته اشعری ها و ماتریدی ها، دین شیطان ساخته، توحید الوهیت وجود ندارد. در نزد اشعری ها و در نزد ماتریدی ها توحید الوهیت وجود ندارد. شما یا میدانید توحید در نزد اشعری ها چی است؟ مرد شود یکون تا اشعری باید بگوید. معنای اله در نزد اشعری ها چی است؟ اشعری ها اعتقاد دارند که ان الاله بمعنى الالهه اسم فاعل و ان الالهیه هي القدره على الاختراع. لا اله الا الله در نزد اشاعره ها لا قادر على الاختراع الا الله. هیچ قادر به اختراع کننده وجود ندارد بجز الله. یعنی هیچ کسی قادر به اختراع کردن نیست بجز الله. یگانه قادر به اختراع کننده کس الله است. یعنی هر کسی که اعتقاد کند که انا همین الله یگانه ذاتی هست که قادر به اختراع کننده، یعنی یگانه خالق الله هست، یگانه صانع سازنده الله هست، یگانه پیدا کننده الله هست، گفته ایمان بیارد، میگن این موحد است، اگرچه شرک اکبر و اگرچه کفر اکبر. انمین فرقی که بین اشعری های متقدمین و اشعری های متأخرین فرق میگذارد. یکی از علمای نگفتن والله اعلم، بعضی ها میگن که نه این همیشه یک بود میگن، لیکن اشعری متأخرین این سخنشون واضح است. متقدمین این سخن نگفت. متقدمین البته توحید میفهمید والله اعلم، قسمی از متقدمین رو ما میدونیم. این سخن را کی گفت و کی گفت که در نزد اینها لا اله الا الله لا قادر على الاختراع الا الله، در نزد اینها لا معبود بحق الا الله وجود ندارد. لا اله الا الله به معنای ربوبیت است، یعنی الله خالق است، صانع است، قادر علی الاختراع است. گویی تو تمام تو موحد هستی اگرچه شرک و کفر کنی. این سخن معنای مذهبی اشاعره ها رو نظر بکید. در التعارض بین العقل والنقل از شیخ الاسلام ابن تیمیه، مجله 9 صفحه 377. یعنی شرک در نزد اینها فقط شرک در ربوبیت است. شرک در ربوبیت است. شرک در الوهیت در نزد اینها وجود ندارد. یعنی قبر پرستیدن، استغاثه از قبر که در نزد ما شرک اکبر است، ذبح به قبر، طواف به قبر، حکم، شرک حکم، اینا وجود ندارد. برای همین بزرگترین علمایشان به مانند سیوطی که البته علما در بالایش اختلاف دارند، قسم تکفیر کرده، قسم توبه کرد گفته، قسم هر در بین سکوت کرده، لیکن این آدم سخنش آشکار و واضح است. ما در یک سخنمون رد به یکی از جهمی های افغانستان فاتح عبدالرحمن فاتح گفتیم که استغاثه از قبر پیامبر کردن رو بهترین عمل و جایز گفته و خودش از پیامبر استغاثه میکنه، خودش استغاثه میکنه و استغاثه رو جایز میکنه. استغاثه یعنی طلب کردن از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم. این شرک نیست در نزد. یعنی صرف کردن عبادت، انجام دادن عبادت به مانند دعا، به مانند خوف، رجا، محبت، دیگر عبادت های عملی، سجده و غیره، طواف، ذبح به قبر، به یک مرده هیچ باکی ندارد. در نزد اینها شرک نیست. این خل آدم ها را اگر تو مشرک گویی، تو خوارج کافر هستی، یا خوارج کلاب النار هستی، یا تکفیری غلات خوارج هستی، گمراه هستی. عیناً ما میگوییم که هر کسی که یک ذره من صرف منها شیئا لغیر الله کفر اجماعا، هر کسی که یک عبادت را صرف کند به غیر الله کافر می شود به اجماع علما. این عقیده ما است. برای همین ما هر کسی که شرک اکبر، کفر اکبر کرد، قبر پرستی کرد، کافر میگیم. حکم غیر الله کرد، کافر است میگیم. الله و رسول داشتن کافر است میگیم. لیکن بالاخره اینا میگن که نه، هر کسی که قبر پرستی کرد مسلمان است.
برای چی؟ برای که میگه که لا اله الا الله او نشکست، زیرا که لا اله الا الله در نزد اینها فقط ربوبیت بود. از نظر اشاعره ابو جهل و ابو لهب و اینا هم اگر قرآن تکفیر نمیکرد مسلمانش میگفتند و دیگر مشرکین قریش هم مسلمان است. الله المستعان، الله المستعان. انا کنون نظر بکنید در باب اسما و صفات. شرک در باب توحید اسما و صفات در نزد اینها شرک گفتن چیز چی است؟ در نزد اشعری ها و ماتریدی ها شرک در باب اسما و صفات چی است؟ اگر صفت الله اثبات کنی، هر صفتی که در قرآن آمد، هر صفت فعلیه که اختیاری الله است در قرآن یا در سنت آمد، ثابت است، صحیح است، تو ثابت کردی، تو را مشرک میگن. شرک در نزد اینها اثبات صفات است. توحید در نزد این اشاعره و ماتریدی است انکار و تعطیل و یا تفویض و نابود کردنی حقیقت صفات الله سبحانه و تعالی است. ما اهل سنت و الجماعت میگیم که هر یک صفتی رو که نثبت ما اثبت الله سبحانه و تعالی و رسوله صلی الله علیه و هر چیزی رو که الله و رسولش اثبات کردند ما اثبات میکنیم. الله نازل میشود، الله میخندد، الله غضب میکند، الله دو دست دارد، پای دارد دوتا و صحبت میکند، الله دیده میشود. قسمی از اینها صفاتهای ذاتی است و قسمی از اینها صفاتهای اختیاری فعلی است. بالاخره این صفات ها وجود دارد، ما به حقیقت معنای حقیقت لغت عربی میگیریم اما کیفیت چه نمیدیم. ید معناش در زبان عربی دست است، همین دستی که ما به تاجیک میگیم ید است. خندیدن یضحک به همون زبان عربی یضحک یعنی به زبان تاجیک خندیدن است. ما میگیم بله الله میخندد، ولی چی خیل میخندد را ما نمیدونیم، چگونگیش را ما نمیدونیم، برای اینکه الله به ما خبر نداد. اما اشعری ها و ماتریدی ها میگن که الله میخندد گفتن کفر است، الله دو دست دارد گفتن کفر است، الله دو پا دارد گفتن شرک است، الله دو چشم دارد گفتن شرک است. الله نازل میشود گفتن شرک است، الله سخن میکند گفتن را میگن که شرک است. یعنی اثبات توحید در نزد اینا شرک است. یعنی مذهبی، یعنی بگیم قرآن و سنت این میگن که شرک است. پیامبر تعلیم داده چیز رو میگن که شرک است. اجماع صحابه و تابعین و تبع تابعین مذهب سلف صالح رو میگن که نه این شرک است. مذهب اهل سنت و الجماعت رو بالاخره مذهب سلف صالح رو میگن که مذهب شرکی کفری است. بیا من به تو بگویم، تو فکر نکن که من از خودم میگم. این فخر الرازیه که تفسیر دارد، تفسیر الرازی گویان آب دهانشو میریزند. انا همین عبدالله چه عاقل زاده خبیث، انا همین الرازی را امام مجدد علامه بهترین امام اهل سنت و الجماعت میگد. بله مرمت در باب درساش گوش بکنید. در تفسیرش مجله 27 صفحه 130 تبعای مختلف، یکی از بزرگترین امام اعتماددار اشاعره است. کتاب توحید را، کتاب توحید، نام کتاب توحید است که ابن خزیمه رحمه الله یکی از علمای متقدمین که بعضی از علما به سلف ملحق میکنند، ابن خزیمه رحمه الله یکی از علمای سلف و متقدمین چی دارند؟ کتاب دارند توحید. ما در آنجا به شما شرح میدیم. همین رازی می آید در کتاب تفسیرش مجله 27 صفحه 130 کتاب ابن خزیمه رحمه الله را که در باب اسما و صفاتش چی میگه؟ کتاب الشرک میگه. کتاب الشرک. فهمتید؟ و کتاب ابو سعید عثمان ابن سعید الدارمی، عثمان ابن سعید الدارمی ابو سعید را یکی از علمای سلف الدارمی را، انا همین علمای اشاعره این خوبسا میگد که کتاب شرک، کتاب زلالت و صاحبش کافر است میگد. و این متأخرینش هم میگد. کوثری، یکی از کوثری جهمی حنفی هم این سخن میگه.
اینها این تکفیری خبیثند. اهل سنت میگن که هر کسی که میگه الله را در بالای عرش بگوید این بت پرست است و کافر است. میگه این بت پرست و کافر است. این بت پرست و کافر است. الله المستعان. یعنی وقتی که اینها ما عقیده اینها رو ببینید، در اساس همین عقیده که اینها عقیده پیامبر رو عقیده کفری گفتن، اهل سنت و جماعت رو کافر گفتن. برای همین است که علما تکفیر کردند، از خود به خود نآمد. پس در نزد اینها یک صفت رو گرفتن و به حقیقت معنای عربی ظاهرش که فهمیدن و کیفیتش رو به الله میسپاریم، ما کیفیتش رو نمیدونیم گفتن، در نزد اینها چی است؟ این شرک است، شرک اکبر است. یعنی در نزد این خوبسای اشاعره ما اهل سنت و جماعت همون مشرک هستیم، زیرا که در نزد اشعری الله در همه جا است، دیده نمی شود. نه در بالا، نه در بالا است، نه در پایان است، نه در چپ است، نه در راست است، نه در پیش است، نه در پشت است. الله دیده نمی شود، نه دست بار دارد، نه چشم دارد، نه پا دارد، نه حرکت میکند. الله فقط ذهنن است، وجود ندارد در نزد اشاعره. خیلی که سلف صالح گفتن، ابن بطال رحمه الله گفتن که المعطله یعبد الصنم، المعطله یعبد العدم. معطله ها عدم، چیزی نبوده رو عبادت میکند. به مانند که میگن درخت دارد، درخت هست، تنه دارد، برگ دارد، میوه دارد، ریشه دارد، اما وجود ندارد. الله المستعان. پس انا همین است که اینها رو علما تکفیر کرد. ابن تیمیه در کتاب درع التعارض بین العقل و النقل مجله 1 صفحه 244 میگن که فهم یریدون بلفظ التوحید الواحد، یعنی اشعری ها از لفظ توحید و الواحد که الله یکتا است و تنها است، در اصطلاحشون فی اصطلاحیم چی است؟ معنای توحید و واحد در نزد اشعری چی بوده است در اصطلاح اینو؟ ما لا صفت له. توحید همین است که الله صفت ندارد. هر کسی که به الله صفت رو اثبات کرد کافر است، مجسم است. ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يرى، دیده نمیشود، در او چیز از چیز دانسته نمیشود. الله دیده نمیشود. و التوحید الذي جاء به الرسول لم يتضمن شيئا من هذا النفي. اما توحیدی که پیامبر آوردن، این نفی که اشعری ها میگرد در بر نبود. یعنی ابن تیمیه گفته است که اشعری توحید دیگر میگه، پیامبر توحیدی که پیامبر آوردن دیگر بود. بلکه پیامبر چی توحید داشت؟ و انما تتضمن اثبات الالهیه لله وحده. توحیدی که پیامبر آوردند، توحیدی که پیامبر من شما رو دعوت کردند، این اثبات یگانگی الله در الوهیت بود که ما باید الله یکتا بودنش رو در الوهیت اثبات کرده عبادت کنیم یگانه الله رو و شهادت بدیم که نیست معبودی بر حق بجز او ولا یعبد الا ایاه، و عبادت کردن نشود بجز الله ولا یتوکل الا علیه، و توکل کردن نشود بجز به او الله سبحانه و تعالی، ولا یوالى الا له، و موالات کردن نشود بجز الله سبحانه به خاطر الله، ولا یعادی الا فيه، و معادات و دشمنی کردن نشود به خاطر مگرم به خاطر الله، ولا يعمل الا لاجله، یگان عمل کردن نشود مگرم به خاطر الله. اینها توحید الوهیت بود که پیامبر آوردن، اما این در مذهب اشاعره وجود ندارد. وذلك يتضمن اثبات ما اثبته لنفسه من الاسماء والصفات. و این توحیدی که پیامبر آوردند و دعوت میکردند، این در برگیرنده اثبات کردن همه اون صفات هایی که الله به خودش اثبات کرد، به نفسش اثبات کرد از اسماء و صفات. وليس المراد بالتوحید مجرد توحید الربوبیه. توحید این فقط مجرد توحید ربوبیت نیست که اشعری ها میگویند. وهو اعتقاد ان الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك ما يظنه من اهل الكلام والتصوف. توحید ربوبیت این که این اعتقاد کردن به این که الله سبحانه و تعالی یک و تنها خودش خلق عالم، همه مخلوقات خودش خلق کرد، این توحید ربوبیت است. اما توحیدی که پیامبر آورده فقط توحید ربوبیت نیست، مجرد توحید ربوبیت نیست. چگونه که گمان میکنند اهل کلام، یعنی اشعری و ماتریدی و تصوف و صوفی ها،
ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. این گروهان اهل کلام اشاعره و ماتریدی و تصوف فکر میکنند که وقتی که انا همین توحید ربوبیت رو اثبات کردند، یعنی قبول کردند و فهمیدند، تمام غایت درجه بالاترین فهمیدند، توحید فهمیدند، برای اونها دیگر توحید الوهیت و اسماء و صفات وجود ندارد. و یظن هؤلاء انهم اذا شهدوا هذا و فنوا فيه فقد فنوا في غایت التوحید. این اشاعره و ماتریدی اهل کلام و تصوف اگر شهادت بدین به توحید ربوبیت و اگر در باب توحید ربوبیت اگر کتاب نویسند، فکر میکنند که تمام به همین غایت توحید، اساس توحید به کار کردند. وكثير من أهل الكلام يقول التوحيد له 3 معان، وهو واحد في ذاته لا قسم له أو لا جزء له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، إلى آخر كلامي که ابن تیمیه دور بعد از این اومده. یعنی از این جهت ما وقتی که به کتاب‌های اشاعره ماتریدی نظر میکنیم، یک کتاب رو قسم به الله، همین کسایی که اشعری ماتریدی رو اهل سنت میگن، یک کتاب اشعری و ماتریدی رو بیارن که درباره توحید الوهیت ذکر گپ هست و درباره انکار شرک در الوهیت یک کلمه گپ است، بیارند و نشون بدن. من همین روزگان که خطا کردم. من کتابی ابو منصور ماتریدی رو خوندگی است، من کتابی ابو الحسن الاشعری رو خوندگی است. البته پیش از توبیش و بعد از توبیش فرق دارد. بار دیگر میگم مقالات الاسلامیه الابانه من اصول الدین این در بعد از توبیش است. و یا کتاب‌های دیگر اینا رو بیارد که در باب توحید و الوهیت، وقتی که ما توحید و الوهیت میگیم، شرک انکار کرده باشه، شرک انکار کرده باشه. عقیده نسفیه که خیلی هم مشهور در بین ماتریدی های تاجیک و آسیای مرکزی است. یک بار که شاید خونه چی در درونش چند تا آیت قرآن و چند حدیث پیامبر و چند قول صحابه رو میابید و درباره کدام توحید الوهیت و کدام توحید اسماء و صفات سخن میرم. وجود ندارد برادران، وجود ندارد. من خوندگی است، کتابای اینا رو ما در نزدمون هست، ما کی خواهیم میخونیم. الله المستعان. پس در نزد اینا وجود ندارد. سخنهای زیاد رو در اینجا اگر ما بیاریم خیلی زیاد است. ابن تیمیه رحمه الله در کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب الدر السنیه مجله 1 صفحه 112 آمده است که درباره اشعری ها سخن کرده میگن والمتکلمون مما يدعي الاسلام. این متکلم هایی که این کسانی که متکلمین است و دعوای اسلام میکنند، خودشون مسلمان میگن، لكن اضلهم الله على معرفه الاله. لیکن الله اینها رو گمراه کرده است در شناخت اله. اینا خودش عالم میگیرد، علامه میگیرد، چقدر خودش داننده اهل علم و کلام میگیرد، لیکن الله اینها را گمراه کرده است در معنای کلمه اله. این خوب است ما رو طعنه میزنند که زبان عربی رو نمیدونید. قسم به الله اشاعره و ماتریدی و این صوفی ها و این جهمی ها از همه جاهل ترین انسان ها به زبان عربی هستند، معنای کلمه اله نمیدونند. و در دوامش محمد بن عبدالوهاب میگن که فذکر عن الاشعری و من تبعه، و ذکر شده است از اشعری و همان کسانی که پیروی از اشعری میکنند معنای اله را انه القادر، قادر گفتند، و ان الالوهیه هی القدره گفتند، الوهیت این قدرت است. یعنی در نزد اینها الوهیت وجود ندارد، توحید الوهیت وجود ندارد. پس شما اگر سوال کنید که این جهمی ها چرا داد و فریاد میکنند، چرا دعوت شما رو قبول نمیکنند، برای اون که دعوت ما دعوت به سوی توحید الوهیت است، انکار شرک در الوهیت است. البته که این چیز در نزد این اشعری ها و ماتریدی ها وجود ندارد و برای همین اینها تکفیری میگن. هر کسی که دعوت به سوی توحید الوهیت کرد و تکفیر کرد کسانی را که عبادت غیر الله را کردن، قبر پرستی کردن و توحید الوهیت ندارند، توحید الوهیت نداشته را تکفیر هر کسی که کرد، در نزد این خوبسا چی است؟ بارک الله فیکم. در نزد اینها خوارج و تکفیر است. عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله صاحب کتاب فتح المجید شرح کتاب التوحید میگویند چخیلی که در کتاب الدر السنیه مجله 3 صفحه 208 تا 211 صحبت میرود، میگن که و هذه الطائفه التي تنتسب الى ابي الحسن الاشعري، و این طایفه که خودش نسبت میداد به ابی الحسن الاشعری، وصفوا رب العالمین بصفات المعدوم والجماد،
الله رب العالمین را وصف کردن به صفتهای معدوم، به صفتهای نبوده و به صفتهای خشکی جما. فلقد اعظم الفریه علی الله، به تحقیق بسیار یک فریه و افتراء دروغگویی بزرگ در حق الله کردن. و خالفوا اهل الحق من السلف والائمه واتباعهم، و مخالفت کردن این اشعری ها اهل حق را از سلف و امام های سلف و پیروان اونها را. یعنی اینها مخالفت سلف صالح، امام های سلف و پیروان اونها مخالفت به سلف صالح دارند. تا اینجا اومده میگن که فهذه الطائفه المنحرفه عن الحق، این اشعری ها ماتریدی ها طائفه منحرف از حق است. قد تجردت شیاطینهم لصد الناس عن سبیل الله، شیطان های اینها اینا را مجبور میکرد که مردم را از راه دین، از راه حق، از سبیل الله دارند. فجحدوا توحید الله فی الالوهیه، انکار کردن توحید الله را در الوهیت. یعنی توحید الوهیت این اشعری ها پیروان ابوالحسن اشعری انکار کردن میگن. و اجازوا الشرک الذی لا یغفره الله، و همین اشعری های ماتریدی ها اجازت دادن شرک را که الله نمیبخشد. فجوزوا، اجازت دادن ان یعبدوا غیره من دونه، اشعری ها ماتریدی اجازت دادن که عبادت کرده شود غیر الله بجز الله. و جحدوا توحید صفاته بالتعطیل، و انکار کردن صفاتهای الله را با تعطیل کردن، یعنی انکار کردن. فالائمه من اهل السنه و اتباعهم لهم المصنفات المعروفه في الرد على هذه الطائفه الكافره المعانده. و امام ها از اهل سنت و الجماعت و پیروان این امام ها، طالب علمان اهل سنت به مانند ما و دیگر البته علما، اینها میگن مصنف ها دارند، کتاب ها دارند که معروف است. امام ها و پیروان امام ها از همین 1000 سال تا ایسین، از 1000 سال پیش تا امروز کتاب ها دارند، مصنف ها دارند که مشهور و معروف در بین امت اسلام است در رد این طائفه کافره معانده. اشعری و ماتریدی چی بودن؟ مرامت خوانید کتاب ابی الحسن الاشعری طرفدارش میگه. فهذه طائفه التي تنتسب الى ابي الحسن الاشعری او تنتسب الى الاشعری. اینا طائفه اهل سنت و الجماعه نه، طائفه مسلمه هم نه، طائفه کافره المعانده است. الله اکبر. بیاید یکی از دیگر علما رو میگیم، یکی از علمای متقدم میگیم. ابن بدران در مدخل به المدخل الى مذهب الامام احمد صفحه 496، البته متقدمین متأخرین، یکی از علمای معروف میگه که اذا رأيت كتب الذين يزعمون انهم عشائر رأيتم على مذهب أرسطاطاليس ومن تبعه كابن سينا والفارابي. يعني میگه که اذا رأيت، هنگامی که دیدم، میگه اذا رأيت كتب الذين يزعمون، هنگامی که نظر کردم به کتاب‌های کسانی که دعوا میکنن که اشعری هستند، به کتاب اینها نظر کردم، میگه نظر کردم که کتاب‌هایشان عنوان‌های، نظر کردم که مذهبشان به مذهب ارسطاطالیس، یعنی ارسطو، به مذهب ارسطوی یونانی است و همون کسایی که پیروی از ارسطو کردند، ابن سینای تاجیکی، ابن سینایی که امام ملحدین بود گفتند ابن تیمیه، فارابی که اینا پیروانی همون ارسطوی یونانی هستند، مذهبشون همین مذهب ارسطوی یونانی است. شریح ها میگن و رأیت کتبهم عنوانها علم التوحید و باطنها نوع المسمى بالاله من الفلسفه. کتاب عنوان کتاب‌هایشون رو دیدم، موضوعهای کتاب‌هایشون رو نظر کردم که نامش علم توحید است، اما باطنش نظر کردم، کتاب‌ها رو خونده برآمدم که موضوع علم توحید در درونش غیر از فلسفه دیگر چیزی نیست، کلام یک بیهوده است. و اذا كنت في ريب مما واذا كنت في ريب مما قلناه من الكلام، اگر تو ای شنونده، ای خواننده، در شک و شبهه باشی به این سخنی ما که به تو گفتیم، فانظر المواقف لعبد الدين الإيجيبي،
ایجی نظر کن به کتاب المواقف، به کتاب عید الدین ایجی گفتن یکی از اینها که و شرحه لسید الجرجانی و شرحه لسید الجرجانی، شرحش از سید الجرجانی است. انا من کتاب نظر کن میگه و ما علیه من الحواشی، حاشیه‌اش به نظر کن. ثم تأمل کتاب الاشارات، بعد از این تأمل کن به کتاب اشارات و کتاب الشفاء لابن سینا و شروح اول، فانك تجد كل من واد واحد لا فرق بينهما الا بالتصريح باسم المعتزله والجبريه وغيرها. این کتاب اشعریای خون بزرگاشه، بعد از رفته کتاب ابن سینا خون، همش میگه یک وادی، یک عقیده و یک نظر. عقیده چی میگه؟ بتوحید من جنس توحید الفلاسفه والملاحده. توحید اینها به مانند توحید جنس فلاسفه ملاحده است، ملاحد است. سبحان الله. یعنی یکی از مسائل هایی که سلف صالح اشعری ها رو تکفیر کردن، این کدام مسئله؟ معذرت خواهم، علمای متقدمین و متأخرین، مسئله این بود که اینها توحید الوهیت ندارند. اشعری و ماتریدی توحید الوهیت ندارند، به همین خاطر علما تکفیرش کردند. دومین قول، اینها علماهایی که اشاعره و ماتریدی رو تکفیر کردند، اینها دومین مسئله شون در باب ایمان است. مذهب اشاعره و ماتریدی در باب ایمان فقط تصدیق مجرد قلبی است. البته ماتریدی ها از اشعری ها کمی خوبتر است. ماتریدی ها میگه که اقرار باللسان و تصدیق بالقلب میگه، اما اشعری ها باشد خبیثتر از ماتریدی ها است در این مسئله. اشعری ها اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نمیگه، اشعری ها فقط تصدیق بالقلب میگه. برای همین در نزد اشعری اگر یک نفر کافر به قلبش الله را خالق بودنش را، رازق بودنش را، انا همون خودش سازنده و خلق کننده بودنش را به قلبش تصدیق کند، اما به زبانش لا اله الا الله محمد رسول الله را نگوید، این مسلمان است و این فردا روز قیامت جنت میره. اما در نزد اهل سنت و الجماعت هر کسی که قادر به نطق است، اگر به زبانش نطق نکند لا اله الا الله را محمد رسول الله را، این اگر به قلبش اقرار کند هم قادر به زبان بود نطق نکرد کافر است. در نزد اهل سنت و الجماعت نطق است، قلب اقرار و تصدیق است و بعد از این عمل است. اما اینا فقط تصدیق است. میگه توافق الجهمیه فی تعریف الایمان. شیخ آل حمدان میگه که اینها انمین اشعری ها موافقت کردن جهمیه ها را بعد از این در مسئله ایمان، التصدیق فقط دون القول والعمل. در نزد اینا نه قول است اما ایمان، نه عمل است، فقط تصدیق است. میگن که دروغ گفته، وای ابو محمد دروغ میگه، اینا مثل برادرانشان رافضه نیاحی میکنند، گریه و شباده، وای دروغگویان، وای کذا گفته گریه میکنند. من به تو امامت باقلانی را میگم، زن دیگر علمایی که عقیده شما خوب است را خوب فهمیدند و رد زدن میگویم. اولا باقلانی، امام شما باقلانی میگه که و يعلم ان الايمان بالله هو التصديق بالقلب بانه الواحد الفرد. و يعلم، بله ان دانسته شود که ایمان به الله این همان تصدیق به قلب است. ایمان چی است؟ فقط تصدیق به قلب است که الله یکتاست و فرد است. در چی؟ یکتاست و فرد در آفرینش. یعنی به قلبت الله یکتاست، قادر است، یگانه خالق الله است، گویی تو مؤمن، تو مسلمان. آخر برادر عزیزم، مگر بیهوده این امت پراکنده شد؟ مگر بیهوده این مردم زیاده که خود را مسلمان میگویند و عمل نمیکنند، قبر پرستی میکنند، کافرند و مشرکند، خود را مسلمان میگن، مگر بیهوده شد؟ نه، بیهوده نه، خود به خود نه. به دعوت همین اشاعره و ماتریدی شدین. خوب است، به دعوت اشاعره و ماتریدی امروز همین مردم نه دین دارد، نه توحید میداند، کفر شرکش بروز میکند، به دین الله جنگ میکند و بعد از این ما مسلمان هم میگه. عاقبت دینی در نزد اشعری، بله در نزد اشعری همین است. الزنجانی رحمه الله در شرح المنظومه فی السنه صفحه 106 میگن که و اما المرجئه فهم من البدع القديم وهم الطائع وبينهم دقائق الاختلاف تكثر، فمن قول بعضهم ان الايمان قول وعقد وهو قول المريسي، ومن قول بعضهم ان الايمان المعرفه بالله وهو العلم بوجوده، وهو قول جهم والاشعري وهو اخبثها مقاله. کدوم قول؟ ایمان فقط معرفه به الله است. میگه ان الايمان المعرفه بالله،
از همه جهمیای غلاب گفتن که ایمان این فقط معرفه الله، فقط شناخت الله هست، فقط دانستن وجود الله است، یعنی دانی که الله وجود دارد. و هو قول جهم، این سخن جهم ابن صفوان است، و الاشعری، و این سخن اشعری هاست، و هو اخبثها مقاله، این خبیثترین مقاله است. ابن تیمیه رحمه الله میگوید در کتاب مجموع الفتاوا، الانگهتون بگیرد، آتشتون بگیرد، بسوزید خوب است. ابن تیمیه رحمه الله در مجموعه الفتاوا این سخن به اشعری است، بسوزید خوب است، به اشعری ها میگه. ابن تیمیه رحمه الله را اینا دروغ استفاده میبرند. ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموع الفتاوا مجله 7 صفحه 119 میگه والقاضي ابو بكر البقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري وكذلك أكثر أصحابه. قاضی ابو بکر البقلانی نصرت داده است قول جهم ابن صفوان را در مسئله ایمان در پیروی کردنش به ابی الحسن الاشعری، یعنی سخن ابی الحسن الاشعری هم میخیل بود، الله بودنش وجودش ایمان بیاری تمام بود. و کذالک، و این چنین بسیاری اصحاب بقلانی یعنی اشعری ها فقط ایمان میگفتند در قلب، همین دانی که الله هست، دانی که یک سازنده است تو مسلمانی. یعنی در نزد اینا تمام کفار قریشی که پیامبر آمده تکفیر کردن همیش مسلمان بود، پیامبر تکفیری بود. یعنی در نزد اینها پیامبر تکفیری بود، زیرا که الله در قرآن ثابت میکند که و این سألتهم، اگر همین قریش رو، ابو لهب، ابو جهل و دیگر مشرکین همین قریش رو سوال کنی که من خلق السماوات والارض و ما يدبر الامر و ما يخرج الحي من الميت و ما يخرج الميت من الحي، اگر اینها رو پرسی که کی زمین و آسمان خلق کرد، کی تدبر زمین و آسمان میکرد، کی و ما يخرج الحي من الميت و ما يخرج الميت من الحي، کی از مرده حی زنده میکند، از مرده بیرون میکند زنده رو و از زنده مرده رو و زمین و آسمان. و ما يدبر الامر و ما يدبر الامر فسيقولون الله، الله میگه. یعنی قریشی هایی که پیامبر اومده گفتن که شما مشرکید، شما کافرید، با اونها جنگیدند، آنها را جهنمی گفتن، مرده هاشون ایمان داشتند به این که الله خالق است، رازق است، مدبر است، رزق دهنده است، باران باراننده است، تنها خودی الله است. مرام دین قریشی رو اشعری ها دیگر با دوم باره زنده کرد. نگوید که ابو محمد میگه بسم الله سخنی ابن تیمیه در جای دیگر در همین کتاب مجموع الفتاوا مجله 7 صفحه 582 میگه که ابن تیمیه میگن که و بهذا و غیره يتبين فساد قول الجهميه جهم والصالحي ومن اتبعهما في الايمان كالاشعري في اشهر قوله، و با همین به تو آشکار می شود فساد قول جهم ابن صفوان و صالحی و هر کسی که جهم ابن صفوان پیروی کرد در باب ایمان به مانند اشعری در مشهورترین سخن اشعری، یعنی مشهورترین قول و سخن اشعری ابوالحسن اشعری چی بود است؟ در باب ایمان عقیدهش به مانند عقیده جهم ابن صفوان است. و اکثر اصحابی و بسیارترین دوستان ابوالحسن اشعری عقیدهش در باب ایمان عقیده جهم ابن صفوان است. و طائفه من متأخر اصحاب ابی حنیفه کالماتریدی و نحوی، این سخن ابن تیمیه را خونده شده. و این چنین طائفه از متأخرین در آخر آمده های اصحاب ابو حنیفه، کسانی که خودشون ابو حنیفه مذهب حنیفه به نسبت میدادند، به مانند ماتریدی و نحوشون. یعنی ماتریدی هم عقیدهش در باب ایمان عقیده جهم بن صفوان بود است. من گفتم که شما بکی ماتریدی ها در این باب کمی بهتر است، زیرا که ماتریدی ها هم متأخرینش همین گپ گفت. اگر حقیقت ابو منصور ماتریدی هم نظر کنید از این رو که نمین است، اگرچه امروز کسانی که خود را ماتریدی میگند و بعد از این نطق هم همراه میکنند، در باب ایمان اعتقاد اشعری و ماتریدی اعتقاد جهم بن صفوان است. شیخ عبدالله ابن عبدالرحمن ابو بطین رحمه الله در کتاب الرسائل والمسائل النجدیه مجله 2 صفحه 176 و 177 میگه که و مذهب الاشاعره ان الايمان مجرد التصديق ولا يدخلون في اعمال الجوارح، مجرد تصدیق است. انا کی تکفیر کرد در این مسئله؟ همین مسئله کی نور تکفیر کرد؟ امام احمد بن حنبل همین مسئله رو گفتنشه. الجهمیه تقول اذا عرف ربه بقلبه وان لم تعمل جوارحه، میگن در دوامش میگن که وهذا كفر ابلیس قد عرف ربه فقال
رب بما اغویتنی. نظر کنید به کتاب السنه للامام الخلال، لامام الخلال، صفحه 980 یا رقم 980. در اینجا میگوید که از احمد بن حنبل روایت اومده که میگن که جهمی ها میگن که ایمان فقط چی است؟ به قلب شناختی الله است. یعنی هر کسی که به قلب میگه که الله هست، حتی بگوید که الله هست، گوید تمام. جهمی بن صفوان میگه که انمین مؤمن است و مسلمان است. عمل به جسمش هرگز یگان عمل نکند هم این مسلمان است، به زبانش نگوید هم مسلمان است، به قلبش فقط داند که الله هست، تمام است. میگه در دوامش میگه که انمین کفر است. میگه زیرا که ابلیس میدانست الله. یعنی از نظر سخن جهم بن صفوان، اشعری ها، ماتریدی ها، ابلیس هم مسلمان است. فهمیدید؟ زیرا که ما به شما گفتیم که سخن های علما را گفتیم که در باب ایمان اشعری ها مذهب جهم بن صفوان است. وكيع رحمه الله میگه که قالت الجهمية المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزئ من القول والعمل وهذا كفر. نظر في كتب السنة لعبد الله، کتاب سنه عبدالله احمد بن حنبل، صفحه 999. جهمیه ها گفتند که ایمان این فقط معرفه به قلب است، یعنی الله به قلب دانی که وجود دارد، تمام است. همین به تو کافی است. نگویی هم به زبانت ایمان آوردن شهادتین را، عمل نکنی هم، همین کافی است در نزد اشعری ها و جهمی ها. یعنی جهمی، اشعری، ماتریدی. این چی بودست؟ فهذا کفر، این کفر است. محمد بن نصر الوروزی رحمه الله میگن که در کتاب تعلیم قدر الصلاه مجله 2 صفحه 709 الا فرقه من الجهميه وقد جامعتنا في هذا المرجئه كلها على ان الاقرار باللسان من الايمان الا فرقه من الجهميه كفرت عندنا وعند المرجئه بزعمهم ان الايمان هو المعرفه فقط. یعنی در مسئله اینکه ایمان به وجود نمی آید مگرم در حالت زبانت گفتن، یعنی بس سه چیز در نزد اهل سنت: زبان، قلب، عمل. اما در مسئله زبان حتی مرجئه ها، همه نمود مرجئه ها اقرار کردن که ایمان به زبان هم هست، بجز جهمیه ها که آمدند و انکار کردند و گفتند که ایمان به زبان نداشته باشیم، به عمل نداشته باشیم، فقط به قلب دانی که الله وجود دارد، تمام است، تو مسلمانی. انمین گفتند فرقه من الجهمیه کفرت، به همین فرقه جهمی کافر شد. یعنی اشعری و ماتریدی و عیناً سخنش همین است، کافر شد. یکی از علمای دیگر جهمیه ها رو به همین سبب سخنش معرفه گفتنش ابو عبید القاسم بن سلام رحمه الله در کتاب ایمان باب من جعل الايمان المعرفه بالقلب ولم يكن العمل، تکفیر کرد. این سومین مسئله است که تکفیر کردن. چهارمین بگم دومین مسئله، بس سبب دومینه که کافر گفت. یکمینش چی بود؟ توحید الوهیت نداره، شرک جایز میگه. دومینش ایمان فقط معرفه میگن جهمیه. سومینش الله در بالا بودنش انکار کردن، الله در بالای خلق بودنش انکار کردن. اشعری های متقدمین این گپ نگفتن. مثلا بعضی از علمایی که اشعری متقدمین است کتاب اسماء و صفات دارد، میبینید که الله در بالا بودنش اثبات میکرد. اشعری های متأخرین اجماع کردند، اجماع کتی خودشون میگویند که الله در بالا نیست، نفی کردند. بلکه بعضی از اشعری ها آشکار و واضح تکفیر میکند هر کسی را که اثبات میکند در بالای عرش بودن الله سبحانه و تعالی. خیلی که ما در بالا گفتیم، سخنی رازی را گفتیم، سخنی بعضی دیگرش گفتیم. سبحان الله. پس بارک الله فیکم. سیجزی رحمه الله در صفحه 137 در رسالت در حرف و صفت، در کتابی که رساله نامش رساله في الحرف والصوت است، میگه که و هو در اینجا میگه بیان موافقتهم للمعتزله في كثير من مسائل الاصول وانهم زائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. اینا مثل معتزله جهمی هستند و از اینا هم بدتر هستند. و در دوامش میگن که وانكرت المعتزله حديث المعراج، معتزله حدیث معراج انکار کرد. وقال الاشعري، اشعری گفت انه ثابت، اشعری ها میگه که ثابت است. نه ای معتزله ها، حدیث معراج، قصه معراج ثابت است میگه اشعری ها، که دوام کیدت ببینید، سیره ببینید.
در دانش ثم قال الله لا يجوز ان يوصف انه فوق. الله جائز نیست که وصف کرده شود در بالا. و کذب بما فی حدیث المعراج، و دروغ شمارید آن چیزی که در حدیث معراج است. فصار موافق له مع اظهاره الخلاف، و با این سخنش موافقت به کی کرد؟ موافقت به جهمیه کرد در حالتی که ظاهرا خلاف کرده. این بار دیگر میگم سخن ابوالحسن اشعری پیش از توبه است، زیرا که ابوالحسن اشعری توبه کرده از این قول گشته و الله در بالا بودنش اقرار میکرد، اما قبول نداشت. ابو اسماعیل الهروی در کتاب ضم الکلام مجله 5 صفحه 135 میگه و هو یقارن بین اشعری و ماتریدی را به جهمیه یعنی قیاس کرده، میگه که اولئک قالوا ان الله موجود بكل مكان، اولئک قالوا قبح الله مقالتهم، یعنی اشعری ها گفتند که الله مقالاشون بد کند و نابود کند، الله در همه جا است. و هؤلاء یقولون، و این اشعری ها هم باشند میگویند که لیس هو فی مکان ولا یوصف بعین، الله یگان مکان بنیست، یگان وصف عین گفته نمیشد، یعنی عین گفته سوال دادن نمیشد، یعنی عین گفته سوال دادن ممکن نیست، الله به مکان گفتن ممکن نیست، الله در بالای عرش گفتن ممکن نیست. گفتن این سخنی کی بود است؟ سخن اشعری هایی که از جهمی ها گرفته شده است و این موافق اهل سنت و جماعت نیست، بلکه عین گفته پیامبر سوال دادن، عین و قالوا، و امین اشعری ها گفتند که این حالا ابو اسماعیل هروی از اشعری نقل میکنه، هو من فوق کما هو من تحت، الله در بالا عیناً چی خیلی که در پایین است، یعنی چی خیلی که الله 100% در بالا میگویی باید 100% در پایینم بگویی و در دوامش بگویی که من نمیدانم که در کجاست، باید بگویی لا یدری اینه، یعنی نمیداند که در کجاست. ولا یوصف بمکان وليس هو فی السماء، با مکان وصف کرده نمیشد گفتن، یعنی در بالای عرش گفتن نمیشد گفتن اشعری ها، و در بالای آسمان گفته هم نمیشد گفتن، وليس هو فی الارض، در زمین هم گفته نمیشد. و انکروا الجهه والحد، تمام جهت از الله انکار کردن، حد هم از الله انکار کردن. حد یعنی از مخلوقات جدا بودنش. یعنی مذهب اشاعره را فهمیدید؟ اینجا من سخنهای علما خیلی زیاد است. انا من سخن علمای را میارم که هر کسی که الله در بالا بودنش انکار کند تکفیر کرده. ابن خزیمه رحمه الله گفتند من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق 7 سماوات فهو كافر بربه. هر کسی که اقرار نکند که به درستی که الله سبحانه و تعالی در بالای عرشش است، به تحقیق استوا کرده به بالای عرش، در بالای آسمان ها است، در بالای 7 آسمان ها در بالای عرش است، هر کسی که اقرار نکند پس این کافر است بر ربش، کافر شد به الله. یستتاب، این توبه کنانیده میشد. فان تاب و الا ضربت عنقه، اگر توبه کند که خوب است، توبه نکند گردنش قاضی یک حکم میزند. و القی على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنت الريح جيفته. و این آدم موسور به زباله‌دان به انداخته میشه، پرتافته میشود، نه جنازه و نه قبرستان مسلمان ها، تا که به بوی یک دور به یک زباله‌دان به انداخته میشود که گفتن تا که به بوی این تاسیدش مسلمان ها را و نصرانی یهودی های اهل ذمه را هم اذیت نتید. و کان ماله فیئا لا یرث احد من المسلمین، پول مالش گفتن فای میگیرد، یعنی حکومت میگیرد است. اذ المسلم لا يرث الكافر كما قال. نظر کرد به کتاب معرفت علوم الحديث صفحه 125. عثمان بن سعید الدارمی رحمه الله در کتاب الرد على الجهمیه گفتند وقتی که تکفیر جهمیه گفتند و نکفرهم ايضا انهم لا يدرون اين الله، ما جهمی ها را تکفیر میکنیم به خاطر آن که آنها نمیدانند که الله در کجاست. ولا يصفونه بعین، و وصف نمیکنند الله را به عین، در کجا. والله قد وصف نفسه بعین، در حالتی که به تحقیق الله وصف کرده است نفسش را به عین، در کجا بودنش را. و وصفه به رسول الرسول صلی الله علیه و و رسول الله وصف کردند که الله در کجاست. و هذا ایضا من واضح کفرهم، و این چین از واضح ترین کفر جهمی است. والقرآن كله ينطق بالرد عليهم، قرآن کاملا از اول تا آخر نطق میکند بر رد جهمی ها الى آخر قولی که طولانی است و با همین تکفیر کرد. ابن تیمیه رحمه الله
تکفیر میکنند هر کسی که الله در بالا بودنش انکار کرد. در کتاب بیان تلبیس جهمیه صفحه مجله 4 صفحه 176 در کلامش نسبت امام اشعری ها همین رازی که ابن خزیمه را مشرک و کتاب ابن خزیمه توحید شرکی گفته بود، میگوید که یتبین ان الذي قلته اقبح من هذا الشرك ومن جعل الانداد لله كما ان جحود فرعون الذي وافقتموه على انه ليس فوق السماوات رب العالمين اله موسى جحود لرب العالمين ولانه في السماء كان اعظم من الشرك المشركين الذين كانوا يقرون بذلك ويعبدون معه آلهة اخرى. یعنی همه بزرگترین مشرک فرعون اقرار میکرد که الله در بالا است، بعد از این شرک میکرد، اما شما از فرعون بدتر هستید و شرک کردید. ابن تیمیه در کتاب در الترز بین العقل و النقل مجله 7 صفحه 26 در این مسئله با گپ میزند که القول بان الله تعالی فوق العالم معلوم بالاستقرار من الكتاب والسنه والاجماع سلف الامه بعد تدبر ذلك در دوام شده والاحاديث عن النبي والصحابه والتابعين متواتره موافقه لذلك ولهذا كان سلف مطبقين على تكفير من انكر ذلك لانه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين. در الترز بین العقل و النقل مجله 7 صفحه 26. سخن به این که الله در بالای عالم است، در بالا است، این معلوم است، در دین دانستنش در دین بی اضطرار است، یعنی ضروری است که باید همه داند. این علاج نادانسته نیست، از کتاب و از سنت و از اجماع سلف ثابت است. کسی که کمی تدبر میکرد میفهمد حدیث از پیامبر و سخنها از صحابه و تابعین متواتر است که موافقت میکند به اینکه الله در بالای عرش است. برای همین است که سلف صالح تطبیق میکردند تکفیر کردن را در بالای همون کسی که انکار میکرد انا همین در دین یک مسئله معلوم و ضروری را سلف صالح تکفیر میکرد. با همین برادران و خواران عزیز، با عقیده کفری دیگری اشعری ها این است که کلام الله را، قرآن را عباره از کلام الله میگن. قرآن را کلام الله که خودی الله گفته به حرف و ثبتش نمیگن، بلکه میگن که کلام الله قدیم است. قدیم یعنی دیگر الله به اختیار خودش گشته و بشته سخن یعنی نمیگوید و این قرآن را هم الله نگفته، بلکه الله این قرآن عباره از معنای کلام الله هست که الله سبحانه و تعالی به بیرون از نفسش خلق کرد و برآورد. و کفر فوق الکفر یکی از قول علما را در باب اشعری ها میخونم و بعد از این بارک الله فیکم سخن را به انجام میرسونیم و معذرت خواهی میکنم خیلی طولانی کردم. ابو عبدالرحمن میگوید و ذکر حسن بن البزار قال و اخبرني اسحاق بن ابي عمرو قال قيل لوكيع في ذبائح الجهميه قال لا توكل هم مرتدون. پرسیده شد در ذبح جهمی ها که همین ذبح کرده جهمی ها را خورده میشد، او گفت که نه، ذبح کرده جهمی ها خورده نمیشه زیرا که اونها مرتد است، زیرا که اونها مرتد هستند. نظر کنید به کتاب سنن عبدالله احمد بن حنبل مجله 1 صفحه 117. انکنون عیناً همین سوال را پرسیده شد در مسئله اشاعره و ماتریدی. شیخ الاسلام ابو اسماعیل هروی الانصاری نقل کرده میگوید که در کتاب ذم الكلام و سمعت بلال بن ابي منصور المؤذن يقول سمعت عمر بن ابراهيم يقول لا تحل ذبائح الاشعريه. عمر بن ابراهیم میگه که گفت، یعنی بلال ابن ابي منصور مؤذن میگوید که شنیدم عمر ابن ابراهیم را که میگفت که خوردن ذبح اشعری ها درست نیست، لانهم لیسوا بمسلمین، زیرا که اونها مسلمان نیستند، ولا به اهل کتاب، اهل کتاب هم نیستند، ولا یثبتون فی الارض کتاب الله، آنها در زمین اثبات نمیکنند کتاب الله را. نظر کنید به کتاب ذم الکلام و اهلی مجله 4 صفحه 14. این بود سخنهای علما که من از یک بحر بزرگ یک قطره اش را گفتم و در نزد ما ده ها کتاب است که در این مسئله در بیان میکنیم. پس اشعری و ماتریدی آیا اهل سنت و الجماعت شد؟ پس اشعری و ماتریدی آیا اهل بدعتی عادی شد؟ نه، اشعری و ماتریدی از اهل سنت و الجماعت نیست. اشعری و ماتریدی اینها جهمی هستند. حتی علماء النجد کتاب نوشتند که نام کتابشون اجماع امت النبویه فی تکفیر المعطله و این کتاب را به معطله های جهمی احصا نوشتند. اشعری ها را به اجماع تکفیر کردند.
سلیمان بن سحمان در کتاب کشف شبهتین از کتاب تسعینیه ابن تیمیه میارند که در کتاب تسعینیه کتاب ابن تیمیه که به 90 وجه رد زدن به اشعری ها و در درونش گفتن که یا ایها الکفار یا ایها المرتدون یا زنادقه. ابن تیمیه اشعری ها ای کفار ای مرتدون ای زنادقه میگفت و برای همین ابن تیمیه را ترمه کردند. آخر ابن تیمیه رحمه الله در ترمه وفات کرد. با همین معذرت خواهی میکنم که به یک سوال ببینید که ما زیاده از 1 ساعت نمیدونم 2 ساعت جواب گفتیم و این بود یکی از جوابهای ششم ما به این اشعری های جهمی و جوابهای هفتم، هشتم، نهم ادامه دارد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.